برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. چنانه که میدانید امروز تماشاگران عزیز در برنامه تحلیلی دیدگاه وقتی که ما موضوع را بررسی میکنیم همجای با شما بررسی میکنیم و هر هفته روز پنجشنبه برنامه تحلیلی دیدگاه با همراهی شما میگذرد. امروز چه روزی است؟ همگان میدونیم روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان و در کشور عزیز ما جمهوری تاجیکستان امروز 30 سالگی استقلالیت کشور را جشن میگیرند و علیه پرتهای حربی گذشت با زیاده از 100,000 نفر و جشن امروز تجلیل شد، علیه از سنه 7 سر شده بود و امروز روزی است که نهایت برای یک مدت دیگر بیچاره دانشجویان از مارشروف خلاص می شوند. با همین وقتی که سنه 9 سپتامبر 10 سپتامبر می شود بیچاره دانشجویان تاجیکستان از مارشروف خلاص می شوند. امروز روزی است که در تاجیکستان یک عید دولتی تجلیل می شود و همگان یکدیگر را به عید استقلالیت تبریک می گویند و هستند نفرانی هم که نمیخواهند به این عید دوستانشان را، هموطنانشان را، همدیارانشان را تبریک گویند، چون که باور ندارند که ما استقلالیت داریم، چون که بر این نیستند که واقعا تاجیکستان عزیز گرامی ما استقلالیت کلی دارد. چرا؟ چون که بیشتر رئیس جمهور کشور ما به دهان خارجیان می‌نگرد، به دهان ابرقدرت ها می‌نگرد و آنها هرچی گفتند در تاجیکستان مثل توتی تکرار می‌کند و بیشتر مستقل نبودن تاجیکستان در هر یک اقدام های رئیس جمهور کشور، در هر یک اقدام های رهبریت و حکومت کشور آشکار می شود. برای همین هم چندی از نخبگان کشور در شبکه‌های اجتماعی فکرهای خود را نوشتند، به جای تبریکات گفتند، چند جمله گفتنی های خود را نوشتند و گفتند که من به روز استقلالیت نمیتوانم تبریک بگویم، چون که به این باورم که حالا تاجیکستان استقلالیت کلی را به دست نآورده است. به هر حال ما جمهوری الهیده شدیم. 30 سال است تاجیکستان جمهوری الهیده است، پرچم خود را دارد، سرود ملی خود را دارد، اسعار ملی خود را دارد. همین بس است که ما افتخارش را داشته باشیم که یک کشور داریم، یک وطن داریم که او جغرافی خود را دارد. همین بس است که ما یکدیگر را تبریک بگوییم و بگوییم که استقلالیت کشور به یکایک من و شما فرخنده باد. اما امروز در برنامه درباره چی صحبت میکنیم؟ ما امروز در برنامه درباره استقلالیت، همان استقلالیتی که امام علی رحمان درباره‌اش بیشتر گپ میزند و همان دعوایی که امام علی رحمان دارد، میگوید حکومتی همه شمول. حالا ببینید رئیس جمهور تاجیکستان به حکومت طالبان در افغانستان نصیحت کرده گفت که باید در افغانستان حکومتی همه شمول تشکیل شود. همه شمول یعنی چی؟ از همه قوم ها، از همه احزاب و از همه منطقه ها باید در حکومت نماینده باشد و همه خودشان را در این حکومت، در این کشور برابر حقوق
دانند. رئیس جمهور به طالبان نصیحت کرد، اما تا کجا همین نصیحت را به خودش میکند و گریبان خودش را یک بار بوی میکند، در این باره صحبت میکنیم. ببینید، عیناً در روز جشن 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان 20 سال پیش 9 سپتامبر سال 2001 قهرمان ملی تاجیکان احمدشاه مسعود ترور شد. آن زمان یک نسل بزرگ گشت. از آن زمان و همون سال نوزادان حالا 20 ساله شده هستند. 10 ساله هایش 30 ساله شدند. خود پسری احمدشاه مسعود نیست 12 ساله بود، حالا 33 ساله شده است. بله، تاریخ تکرار می شود. نکلو طالبان دوباره به قدرت رسیدند و دوباره پنجشیر به مرکزی مقاومت تبدیل شده است و دوباره مسعود در صدر مقاومت قرار گرفته. البته مسعود خوردی اگر در 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان احمدشاه مسعود یعنی مسعود یکم کشته شد، در 30 سالگی این جشن استقلالیت تاجیکستان مسعود دوم احمد مسعود در تنگنای محاصره شده است. تنها چیزی که در این 30 سال تغییر نکرد آن است که خود را صاحب جشن اساسی در استقلالیت تاجیکستان دانستن امامعلی رحمان است و هرچند علیه استقلال جنگیده بود، حالا جشن آن را مناپولی کرده است و تنها یا حد اکثر با خانواده‌اش در منبر جشن قرار می‌گیرد. همه آنهایی که برای استقلال مبارزه برده بودند کشته شدند یا زندانی شدند و امامعلی رحمان است که خود را پیشوای تاجیکان جهان می‌داند، از خود نماد مبارزه برای استقلال می‌تراشد. 20 سال پیش هم امامعلی رحمان که آن وقت رحمانوف نسب داشت، در جنازه قهرمان ملی تاجیکستان در جنازه احمدشاه مسعود رقصیده بود. امروز هم که پسر قهرمان ملی جان به کف گرفته و هزاران خانواده پنجشیری به ماتم نشستند، پیشوای تاجیکان جهان در جنازه صدها مبارز کشته شده، مبارزان کشته شده تاجیک می رقصد. مبلغان و چاپلوسانش کوشش کردند از امامعلی رحمان در این نزاع قهرمان تراشند و برای چند روز باور کنید موفق هم شدند. اما عشق رقصیدن و کفکوبی های مردم پیشوای خودخوانده را دوباره به میدان جشن و رقص آورده است. در پیامش امامعلی رحمان به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان که به خاطر امروز بیشتر رقصیدن یا مردنیوار نوشیدن دیروز صدا داده بود، یگان حرف نه درباره مسعود و نه درباره پنجشیر از زبانش بیرون نآمد. با چند جمله تمطراق پروتکلی به این اکتفا کرد. جالبترین جملهش این بود که امامعلی رحمان گفت ما جانبداری هرچی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه‌ای نزدیکترین دوست، همزبان
و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشت منفعت‌های همه قوم و ملت‌های ساکن آن، رأی تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شده هستیم. بسیار خوب، گپ‌های زیبا ها، کلمه‌های زیبا. حالا گوش کنیم از زبان خودش شنویم. دعوت میکنم که دایر به حل مشکلات این کشور و تشکیل حکومت مسائل ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن افغانستان تدبیرهای فوری و دست جمعانه اندیشند. شنیدید؟ بسیار سخن‌های عجیب است، ولی از زبان امام علی رحمان آمده شده است. حالا ببینید، این جانبداری حکومت فراگیر، همین جانبداری حکومت فراگیر فراموش کرد که یا فکر کرد مردم نمیدانند که حکومت دیروز اعلان کرده طالبان با وجود این که یک حکومت پشتویی است، بگذار همین دعواهای ما که در اونجا حکومت پشتویی تشکیل شده ایستاده است، فقط در حکومت پشتویی ها هستند و هاکذا ها، بگذار همین درست باشد. و امام علی رحمان گفته ایستاده است که تاجیکستان، امام علی رحمان جانبدار حکومت فراگیر است. اما بگذار همین پشتویی گوییم، بگذار همین هم باشد، اما باید دانست که به مراتب همین حکومت تشکیل کرده طالبان همه شمولتر از حکومت امام علی رحمان است. ببینید، اگر حکومت طالبان بیشتر از نمایندگان یک ملت تشکیل شده است، حکومت طالبان اگر بیشتر از نمایندگان یک ملت تشکیل شده است، حکومت امام علی رحمان در انحصار یک عائله است، در منپوری ای یک عائله. حکومت امام علی رحمان از قوم و محل و حتی دهه تنگتر رفته به حکومت یک عائله تبدیل شده است. به حکومت یک عائله دهه رو یک طرف مونید، ناحیه رو یک طرف مونید، ولایت رو یک طرف مونید، به حکومت یک عائله تبدیل شده است. حالا ببینید، صدر اعظم جشن عمومی ملی استقلالیت اینجا 3 نفر از یک خانواده، 3 نفر از یک خانواده، 60% صدر اعظم جشن عمومی ملی استقلالیت از یک خانواده. ببینید چقدر تنگ رفته است. حالا این 2 نفر دیگر یا خدایش است یا یک نفرایی هستند که حتما یگان پیوندی پیدا کردند که در اینجا راه یافتند. حالا دهه، ناحیه، ولایت رو یک طرف مونید، حتی یک منطقه رو یک طرف مونید. یک خانواده تا یک خانواده تنگ شده است. ببینید، دیکتاتوری که از زمان با کودتا به قدرت رسیدنش در 30 سال پیش حتی یک انتخابات شفاف و بی‌تقلب نگذشته و در هیچ کدام آن نه خودش و نه حزبش آواز واقعی، رأی واقعی به دست نآورده است و کشوری همسایه ببینید چی میکند که اگر حکومت همه شمول و با رأی مردم تأسیس ندهد، به کشوری همسایه تهدید میکند، میگه که اعترافش نخواهد کرد. کاش با وجود این همه دروغ و ریا اقلا به همین تهدیدش عمل میکرد و حکومت طالبان رو نمیشناخت. اقلا به همین تهدیدش عمل میکرد و حکومت طالبان رو کاش نمیشناخت. اما همگان میدونیم، مردم میدونن که امام علی رحمان به هیچ وعدهش
عمل نکرده است و در اولین فرصت این عهدش رو هم میشکند. گفتم شنیدید. هر روز در شبکه‌های اجتماعی چند فراخوان نشر می شود. دعوت و بستن برخی سفارت‌ها و راه ندادن رئیس جمهور و وزیران پاکستان به تاجیکستان است. پر از همین خیلی دعوت‌ها است. حتی برخی اعتراف کردن به قلمروی هند بودن جموں و کشمیر دعوت میکنند. یعنی اعلان جنگ با پاکستان. همین خیلی دعوت‌ها رفته ایستاده است. بسیار همین خیلی ارمانگرایانه و پیشنهادهای چی میگوید تخیلاتی. ما شاعر و نویسنده های زیاد داریم. همین بیشتر در اینجا احساسات سر کار میگیرد. مؤلفان این فراخوان ها از نفری که بعد حمله مستقیم قرغیزها به کشورش یک حرف از دهانش بیرون نآمد، حالا طلب دارند که با پاکستان و طالبان جنگ اعلان کند. هیچ نه جنگ لفظی، هیچ نه جنگ نرم، هیچ نه جنگ اطلاعاتی اعلان کند. از امام علی رحمانی که قرغیزها در همین همسایگری هر سال چندین شهروندان تاجیکستان را به قتل میرسانند، میکشند، زده به تاجیکستان میدرآیند، از زبانش چیزی نمیبراید. حالا ایده از دوستان ما از همین نفر طلب دارند که ضد طالبان و ضد پاکستان جنگ اعلان کند. هیچ نه جنگ اطلاعاتی، جنگ روانی و جنگ های لفظی. ببینید چقدر ما از امام علی رحمان چشم داشت‌های داریم، اما نمی شود که واقع بینانه به این مسئله ها نظر کرد و طلب کرد. تماشابینان عزیز، حالا من چیزی که میخواستم بگویم گفتم. نوبت شماست. میتوانید به برنامه وارد شوید توسط همان لینکی که در اپیسانی یا در پایان نوار گذاشته شده است، لینک استریمیارد، میتوانید وارد شوید، ابراز اندیشه کنید. میتوانید توسط رقم واتساپ زنگ زنید و ابراز اندیشه کنید. میتوانید با اندیشه من اندیشه مغایر داشته باشید، یعنی به فکرهای من ضد باشید. هیچ مشکل نیست. شاید این فکرهایی که من گفتم و این اندیشه هایی که از جانب بنده ابراز شد شاید نادرست باشد. شما خواهش میکنم ابراز اندیشه کنید و جایی که ما خطا گفتیم با دلیل، با اثباتش بگویید. حتما ما قبول خواهیم کرد و کمبودی های خود را، نادرست فهمی های خود را اصلاح خواهیم کرد. و مهمش این که کمبودی ها اصلاح شوند. مهمش این که ما به اتحاد برسیم. مهمش این که نظر فریبی ها بس شوند. مهمش این که ما از هیاهو دست بکشیم و واقع بینانه عمل کنیم. برای همین هم بیایید تماشابینان عزیز
آنهایی که بر این هستید که باید گفتنی ها گفته شوند، مرحمت سخن به شما. حالا چند نفر وارد علاقه برنامه شدگی هستند، سر میکنیم و همینجا یک نفر نامشان تیمه برخ هست، بوکس هست، چی هست؟ خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم. نام من تاج الدین است، از افغانستان هستم. تشکر با شما. باشید. سلام به همه مردم تاجیکان و همکیشانمون در سرتاسر جهان. و بسیار خبرهای بعد از پنجشیر میبینیم، میشنویم. الو، ما میشنویم شما را، بفرمایید. بله. بسیار خبرهای بعد میشنویم از پنجشیر و از چی. موضوع برنامه ایتان ما نفهمیدیم خب، ولی ما میخواستم برای موضوع برنامه ما امروز درباره استقلالیت تاجیکستان است و همچنین امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از حکومت طالبان، حکومت امروزه که طالبان طلب کرد که در افغانستان یک حکومت همشمول تشکیل شود و اما خود امام علی رحمان بر این نیست، خودش به این باور نیست که حکومت همشمول میتواند یک کشور را پیش ببرد. چون که اگر ببینید، حالا از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم صدر اعظم جشن عمومی ملی استقلالیت تاجیکستان را به شما نشان بدهم. حکومت امام علی رحمان، ما گفته ایستادیم دعوا داریم که طالبان عموما حکومتشان را از یک ملت تنها از پشتوی زبان ها تشکیل کردن. حکومت امام علی رحمان از یک عائله است، نه تنها از یک دهه یا که از یک ناحیه یا که از یک ولسوالی یا که از یک ولایت، بلکه از یک عائله است، از یک خانواده است. ما بال 18 میلیون تا 46% همون مردم افغانستان را تشکیل میدیم. خب بله، ما خبر شدیم که این کابینه ای که اینا برای خود درست کرد کلا پشتون است، ولی یک موضوع نگران کننده است که حال پنجشیر اونا گرفتن. خب در مشارک هایشانه هیچ خبرنگار، هیچ از مثلا از کسایی که اخبار و چیزا را ریپورت میکنن، از اونا هم نمیمانند اوجا. نگران هستیم که اونا حال دا اوجا چی میکنه، مردم قتل عام میکنه، چی کار میکنه. حال بله، بسیار نگران این موضوع هستیم ما. تشکر. حالا شما خودتون از کدام منطقه افغانستان هستید؟ ما حال در استرالیا هستم، داشتم امیال خبرها را سعی میکردم. شما پیشتر برآمده بودید از افغانستان یا که در همین درگیری ها برآمدید؟ نه، من 10 سال میشه در اینجا هستم. 10 سال میشه در آنجا هستید. شما از کدام منطقه افغانستان اساسا زادگاهتان کدام منطقه افغانستان است؟ ما از اصلیت از مادر از بدخشان است، دیگه خودم از کندوز است. یعنی از شمال افغانستان. بله. حالا ببینید، اکثر کلی منطقه های افغانستان به دست طالبان افتاده است. من به یک چیز حیران هستم، شما اونجا پیوندان را دارید، شناس ها را دارید، هموطن ها را دارید. من از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. به جز پنجشیر اکثریت منطقه های افغانستان در دست طالبان است و مثل حالا باشد در همین شب روز مثل پیشتره در منطقه های گوناگونی به جز پنجشیر در منطقه های دیگر افغانستان حالا مثل پیشتره جنگ خونریزی نیست و همین طالبان چگونه به فکر شما، اگر معلومات داشته باشید،
چگونه توانستند به جز پنجشیر دیگه همه این منطقه های افغانستان را زیر تصرف خود درآورند؟ با آنها چگونه میسر شد؟ اینا از امو رئیس جمهوری که داشتیم غنی بود، امو پشتون بود، امو او کسایی که در والی مانده بود و سرکلانای هر ولایت ها را که مانده بود، اونا کلش امو از طرف امو پاکستان خریداری شد. یعنی کلش امو والی های ولایت ها که بود از طرف امو طالبا خریداری شد و دیگه شد امو نیروهای امو جنگنده افغانستان هم نماندن که جنگ کنن، گفته که موصول میکنیم، اینا رو بازی زده بود دیگه. سر موضوع دیگه کل تسلیم شد، حالی که اونا طالبان برشان دروغ گفته بود که ما یک کابینه جور میکنیم که از تمام اقوام افغانستان کابینه جور میکنیم و برای خانما کار میدیم و این گپایی که زده بود کلش دروغ بود دیگه. وقتی که دولت که گرفتن حال برای خودشان یک چیز جور کرده. اونا از قبل خریداری شده بودن و هر ولایت و همو والیا. بله بسیار خوب. حالا یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گفتنی بسیار دارم و باید دو جمله میخواهم گوزنم خواه فهمیدگی و میفهمد فهمیدگی هم شما میفهمونید باوری دارم. مالش انشالله. نه گفتنی هم که 30 ساله استقلالیت به شما مبارک. بلندتر گوزنید با دوستان. حکومتی ها 30 ساله استقلالیت به شما مبارک. به شما هم مبارک باشه. با حکومتی ها یک مبارک بودی کنم. بفرمایید. 30 ساله آدم کشی و حق خوری و پاره خوری و عالم کشی و آدم کشی تان مبارک. واقعا وقتی که خیلی حرفها صدا میدهند انسان خیلی احساسی میشود. و احساسی نمیشیم برادر. رفتاری اونا زنای افغانستان رو دیدم، در حقیقت در هیجان ماندم. در وای جای وایو را بینید، یک زنی وایو ای چندین که مرغوی موده غال کنید بلندتر جای وایو. بله این شجاعت را حکومت میدهد. مثلا گریم حالا ببینید اگر همین روزه خیزش زنان در افغانستان علیه طالبان را ببینید، اگر مردم به این باور باشد که همین به میدان ها ریختند، همین طالبان آنها را از دمی تیغ و تیر میگذراند، 50% احتیاط میکنند و شجاعت مردم کشته می شود، مردم سرکوب می شود، سرخم می شود، چنانه که در تاجیکستان ما هست. و اما که وقتی که مردم این باور رو داشته باشد که به هر حال به میدان باید ریخت و حق خود را از حکومت طلب کرد و این حق را حکومت میدهد و تنها به ترتیبی ها را نظارت میکند و میگذارد که مردم صدای خودش را بلند کند، این بی‌نهایت نشانگری آن است که از این میبراید که حکومت جمهوری تاجیکستان وحشی‌تر، ظالمتر از حکومت طالبان است. حکومت طالبان به مردمش حق داده است تظاهرات کنند، برایند به میدان ها حق خود را از آنها طلب کنند، هرچند آنها با تیر توپ و تفنگ ایستاده اند، ولی مردم در حالی است که نه هراس دارد، نه ترس دارد، با جسارت، با شجاعت به میدان ها می براید و حق خود را طلب می کند.
بله بله برادر از بله. این میبراید که هرچند در افغانستان صدای تیر توپ و تفنگ شنیده میشد و هرچند امروز ما از همین نفرانی که امروز به سر حکومت افغانستان آمدن از آنها دیوی افسر و وحشی میتراشیم، از دیوی خودمان، از دیوی تاجیکستان کمتر آدمتر بودند و این دیوی ما از اون دیوانی که حالا به سر قدرت آمدن در افغانستان وحشیتر بوده از دیوی خود ما. وگرنه امروز در تاجیکستان چنانه که شما گفتید 10 نفر کشته شده استودند، عالم ها به قدر رسیده استودند، فعالان جامعه شهروندی پشت پنجره زندان هستند، ایده از آنها سربگریز در کشورهای دنیا است، به 4 طرف دنیا بیچاره تاجیک سرسان و سرگردان است. یعنی یک شخصی که وحشیتر از طالبان است به طالبان نصیحت میکند که تو حکومت همه شمول تشکیل ده، باید صلح و آرامی را تامین کنی و هاکذاها. هستید اینجا برادر عزیز که از واتساپ زنگ زده؟ من همینجا. برادر من همینجا. بفرمایید برادر عزیز. من باید یک چیز گفته گذارم. این سنگزنی مو، این گفتنی مو دل یک خیلی مردم به میفوراده، لیکن آخر تاثیر به خود مردم تاجیک هم هست. از بیرون تماشا کنید، این درد وزمین است. تاجیک را خیلی گپا میگرد، با هم دیگری را شرمنده میکند بی‌فایده. ما باید مشکلی این وزمینی ها را باید حل کنیم. با چی راه؟ ما با آدم های درکار که آدم های با عقل با سواد درکار که خودشان را معرفی کند که ما این تر میکنیم او تر میکنیم، مثال از حساب آبادی همه کشورمان، مثال همه خودشان برنامه ریزی کرده خودشان معرفی کنند که مردم شرک شوند و بعد دیگه یک آدم یک آبادی شوند. با این سنگزنی ما 100 سال هم باشیم هیچ کار نمیتونن. مردم ما شجاعتی و برادران افغانستان را از 101 ندارد. بله بله. ما در خیلی لیدرها در کاره، آدمای مرد در کاره، آدمای با عقل، با سواد، با فرهنگ در کار که درک کند درباره یک پرچه زمین، یک خون تاجیک، یک همین بویگری تاجیک همین دولت مان. بله تشکر. اولی یک نفر با نام سخابه چیزی گفتن میخوان. بفرمایید. سخابه. رحمت برادر. آقا زنده باشید. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. بفرمایید برادر عزیز، صدایتان آمد، ما شما را شنیدیم. بفرمایید دوام دید. هستید اینجا؟ سخابه هستید تا اینکه شما به گپ درآیید ما یک زنگ دیگر از واتساپ قبول میکنیم. الو گوش میکنم شما را. بفرمایید. السلام علیکم شوکت محمد. خوب هستید؟ الحمدلله. با دعای شما. تشکر به شما. بفرمایید. استقلالت برای رحمانوف مبارک باشه که همین قطعی استقلالت بود این دنیا میره. این برای اویلش، برای خیش تبارش، برای اولادش، برای اوباشای حکومت تشکیل کردگی، برای عکس اشرت بودش. باور کنید همین استقلالت وقتی که به دست آمد این مفت آمد. برای این نه برای آدم خلق سر بسته بودن و نه جنگ و جدال کرده بودن. همین دولت شوروی بعد از برهم خوردنش گرفتن گفتن که من همین شما ده گیرین، شما استقلال نزاویسیمه چی خواهی کنی کن. این اوباش باشد حساب همین خورده گشته است. و همسایه کشور افغانستان در چی درد و غم است یها باشد فقط و تنس و رسق و بازو میکنه. این اکدام وجدان، این اکدام ناموس، این اکدام آدمگری باشه.
من حیران. نخواد بله. انسان تا همین درجه کندفهم باشد، اندیشه نکند که همسایش توجیک، ملت توجیک حاضر در تمام جهان فقط گپ همین افغانستان است. این باشد 30 سال شده است رفت بازی میکنه. به فکرم مریض است. این مریض است. اگر آدمی سالم میشد این کارو نمیکن. بعد وعده های دروغ. این مسئله همون باید قطعی طالبا همکاری کند. همین یک مقصد داره برادر شوکت، بخواهد که هم یگان نماینده تاجیکای افغان سری قدرت بیاد و قطعی باید همشین باشد و همصحبت باشد، همون برق فروش شد و پلوی آفشار زنه. تماما همون 40 پیش دور حکومتی غنی ده میکرد، همین کارا میکرد. برای همون قدر این نماینده پارلمانوی و ها میلیون دلار و چندین کیلوهای حدودی مرد تاجیکستان میگذروندن. این یک نفرش قبیدن، این ها 100 نفر اضافه. برای همون قدر من یک وقت گفتگی بودم که همین تجارت تاجیکستان با پول همین افغانا میشه. اما افغانایی که ملت خودش خار کردن، من روزش آمد پرفتن گریختن رفتن، کی با پول گریخت کی بی پول گریختن، مردم حال زور خودش پرفتن. من باوری دارم که همین کلغاس رحمان هم همین کار میکند نسبت ملت، نسبت مردم تاجیکستان. چون ها علاقه دارن، تمام روی جهان به خانه دارن، در دارن، دیوال دارن، پول دارن. اگر این ملت دوست می‌داشت، این دولت دوست می‌داشت، این پولش آفشار نمی‌برد، این خانه های دیگه دولت به نمی‌ساختن. حالی با یک اگر یاد داشته باشه یک تماشاگرش دگرانی خانه داشته است، پول داشته است. این یک تماشاگری که یک سری مرد می‌ایسته، این وزیراش خیلی باشه، این وزیراش تماما جزیرن یا همش برآمده و خودشون رو تیار کرده گیان. فقط نگاه دارن که کی همین بود میشه، کی همین حالات میبیاد سرشون. با ای دروغی فکی دروغ دم کردنه. باور کنید من همین ملت به حیران، همین ملت به حیران که به دروغ همین باور میکند، مجبور باور میکند، بازداری باور میکند. برادر میفهمید؟ بله. برای همون قدر باید استعفای این کلغفت طلب کردن دکو. این التماس نه برادر رود بچه گونگش هم قطع خودش گیره، این آینده نداره. اگر قطع همه اولاد باشیم تاجیکستان تماما آینده نداره. بله باور کنه تجارت آینده. برادر عزیز حالا بهادر را گوش کنیم. بهادر وارد شدن گوش کنیم در این باره. زنده باشه. بفرمایید بهادر. سلام علیکم آقای شوکت. آقا جان بازی همی میگن 30 سالگی استقلالیت اوج چی کنه قید کن. این کدام استقلالیت هایی که هنی زنکو در درن توالت خوب میکنه. این کدام استقلالیت هایی که 5 ساله گوله که ما در روسیه مهاجر ما در روسیه ادامه میکشه در همه دولت غلامه. این کدام استقلالیت گپ میزنه. تا وقتی که ازی برادر گفت که باید اوی بخراب را باید جو نگریزه. او افشارای که دزدیدگیان همه مینیستر همه چیزو ای کلغاب سرمان سرگای همه یا باید جواب تن در پیش خلق. من امی تاکیه به امی اول به خدا دارم، بعد به امی سربازای وطن، به امی کارگرای ارگانی وطن که باید برادرها شما ننگ ناموس کنین این کلغاس نمونین بگریزه برود. این باید به هر خونی تاجیک جواب تا. امی کلغاب رحمانات همه سومی دزدیشده جواب تا که یگان جو نمیگریزه یودان. این بگریزه کو تاجیکی ما با همو خور و زور میشه. باید همه سومی دزدی را بیاره بتا، بعد 70 دامادش خدی دکون ترمت جوش میکنه. این یگان جو جای گریز نداره. در جای بگریزه باید دم بیشان باید بقپم بیان در پیش خلق جواب تا که 30 سال ما عذاب کشیدیم. باید یک ذره باشه کو اگر ایمان وجدان داشته کارگرای ارگان ما باید را بقپم کنی ترمه را جو کنن که عذاب هم که خلق در درین ترمه بکشه بگه بیس که انا چیزی ما کم همورا ما گرفتم. باید این نگریزه اکا. نه که ما بواری با همه سربازای وطن با همه کارگرای ارگانی وطن دارم که اول به خدا که ایشالا کلغاب سوج وقت ساعت قریب اومگه. وقت ساعت قریب اومگه نه 200 یکم دیویزیا سپاسر میکنه یا نه یگم چیز.
زنی پوتین بیاره اینجا در افشاراش هم میگره خچه در کنش ده شتا میزنه میسپره دمون نکی باید نگریزه تاجیکستان نگریزه. بله تاجیکایی که اکا تاجیکایی که اومگی در او پره 100,000 گفته 100,000 آدم باید قبول میکن گفت تاجیکای من زنکا 14 زن گریه کسان که ما را رحم بتن گولک سنگ مرده صد گران صد تاجیکستان کلاغ سرمون قید 30 سالگی چی کسا کدام 30 سالگی ما چی میکنیم اکا هنی که ملت ما ای پره خوره برادرای ما کو باید ما خب نکنیم باید ایمینا باید قطعی برادرمون باشیم. این کلاغ رحمانوف خلق ما را یه حیات غلام کرد غلام میمونه. این نامرد باید در چنگ خلق بزنه که همین رنگ کدفی را گرفتن دروندن که باید همین را همتری کنن که بعد دل ما تر میشه اکا. استعفا با کلاغ رحمانوف مرگ به همه 70 دامادش که خلق در عذاب اکا. فرض کردیم این رو زندان کردیم اما آفشارها بر نگشتن چی بشه بعد؟ اکا ما ای خدای خود باور دارم که همه ای سومی دزیر همین کنی ترما را جاش کنی که همه سومی دزیر همین ورا میتا جان ما میگه بخرم جان ما میگه بخرم این آدم یک ترسو اکا هم یک کن ترای بر شهر مردو در بر خلق باشن که این آدم ایرا همه آدم میدن که مرغه اکا جان باشیر مادرش قسم خورد اکا ایرا هیچ کن نمیزنی باشیر مادرش قسم خورد ایرا شیر مادرش میزنه اکا. حالا ببینید همین شب روز مردم شریف افغانستان کیها را چندین نفرانی که در حکومت افغانستان بودند و امروز احمد مسعود را تنها گذاشتند رفتند به خارجه در خارجه قرار دارند در قطار غنی و مردم علیه گفته ملامتشون کرده ایستاده است که تو گریختی رفتی این جوان رو تنها گذاشتی با دعوا داره که این جوان تجربه جنگی ندارد و هاکذاها حتی محمد نور و امرالله صالح و هاکذاها همشون مثلا که پیدرام در تاجیکستان است امرالله صالح حالا تعیین نیست میگن که به تاجیکستان آمد یک قسم میگن در جبهه قرار دارد میدونیم که اشرف غنی گریخت رفت در امارات قرار دارد تو محمد نور هم در اونجا است و چند نفر دیگر روشون در کجا بودنشون انیق نیست. من باوری دارم حالا نفرانی که در تاجیکستان دعوای دموکراسی دعوای استقلالات و هاکذاها میزنن همون روزی که مردم از اینها سوال کرد که دموکراسی کجاست همون روزی که مردم توانست به خود حق داد جسارت کرد شجاعت کرد از همین حکومت امروزی تاجیکستان پرسید که دموکراسی کجاست عدالت کجاست حکومت همه شمول کجاست اینها میفهمند که مردم جدی است باور کنید حالشون از همین حالت مردم دنیا جمع کرده اون طرف دریای آمو بدتر می شود. اکبر جان قائمزاد خوش آمدید به برنامه حالا بفرمایید. سلام عرض میکنم شوکت جان و بینندگان محترم. راستی درباره استقلالیت گفتید و درباره مقایسه با طالبان میخواستم یک چند نکته رو در همین باره پیشتر عرض کنم. قبل از همه یک بار نگاه کنیم که طالبان امروز اگرچه آمدن در سر قدرت هستند اونها به یک شکلی با تیب سر قدرت آمدن یعنی بجز اگر شما یک بار نگاه کنید خیلی کشتاری زیاد انفجارهای زیاد و بعدش آمدن در یک حالتی که همه از کابل فرار کردند و اونها خودشون انتظار نبودند حتی و به همین شکل وارد شدند. اما ما یک مسئله رو از اول بیاییم نگاه کنیم. این شباهت ها همین است. حکومت رحمانوف امروز استقلالیت رو صاحب شده است، درست؟ بله. ولی اگر ما به گذشته نگاه کنیم مخصوصا به همون دوران شروع جنگ های شهروندی ما بیاییم ببینیم که اصلا همین رحمانوف و کماندش که امروز حزب خلقی دموکراتی رو تشکیل کردن در همون شب و روز برای چی می جنگیدن؟
در اصل شعار آنها در آن روز برقراری اتحاد شوروی بود. حکومت رحمانوف میخواست حکومت شوروی رو برقرار کند و تمامی به اصطلاح تبلیغاتش هم همین بود. در اکثر ویدیوهای اون شب و روز، امروز اگرچه اونها رو از رسانه ها دور نگه می‌دارن، ولی واقعیت همین بود. در اون شب و روز همه می‌دانند که آنها می‌خواستن به مردم نشان بدهند که ما برای شما حکومت شوروی رو برقرار میکنیم. اونها می‌خواستن حکومت شوروی رو برقرار کنن و به اصطلاح همون با گفته یکی از همون کارشناسان روس، همین تقسیم بندی یورچیک و وافچیک از همینجا سرچشمه میگیرد. یعنی اونها گویا حکومت یوریدیکی همون میخواستن از طریق حکومت یوریدیکی رو برقرار کنن به همون مضمون حکومت شوروی و ساخت شوروی رو برقرار کردن میخواستن. اما امروز آمدن اونها شدن صاحب استقلالیت. چگونه؟ در واقع دیدن که دیگر شوروی باقی نماند. در بین ازبکستان مستقل شد، قرقیزستان مستقل شد، دیگران مستقل شدن و اینها مجبور شدن که یعنی همون استقلالیت رو قبول کنند. و الا استقلالیت قبل از آمدن حکومت رحمانوف اعلان شده بود. قدردین اسلانوف این قرار استقلالیت تاجیکستان رو امضا گذاشته بود، متن اون را طاهر عبدالجبار نوشته بود و این اصلا کسانی بودن که در حکومت رحمانوف وجود نداشتند دیگر. از وقتی که حکومت رحمانوف سر قدرت آمد، شما یک بار تصور کرده میتوانید که طاهر عبدالجبار گریزه شد. قدردین اسلانوف اصلا به دست انا همین حکومت کشته شد به خاطر انا همون امضای انا همون قرار. و حالا تصور کنید که انا همین توده آمدن و امروز ادعای استقلالیت میکنن و میاین استقلالیت رو جشن میگیرن. در واقع چرا؟ چون که استقلالیت برای اینها به اصطلاح یک هیچ ارزش نداشت. اینها اصلا بر ضد استقلالیت مبارزه میبردن، ولی دیدن که علاج ندارن، استقلالیت رو گرفتن و از این استقلالیت تمامی سوء استفاده رو کردن. و امروز میبینیم که یک حکومت دیکتاتوری رو تشکیل کردن و محض به خاطر ان همین سوء استفاده از ان همین استقلالیت به اینها منصب داده است، تمام چیز را داده است. امروز شدن به اصطلاح صاحبان استقلالیت. ولی در اصل استقلالیت جمهوری تاجیکستان سربگریز شدند و اینها آمدن صاحب استقلالیت. اینها یکی ضد استقلالیت تاجیکستان بودند. بله دقیقاً. شما یک بار نگاه کنید آیا در همین شب و روز استقلالیت باره از طاهر عبدالجبار نویسنده متن چی میگن همون قرار استقلالیت تاجیکستان آیا نام برده می شود؟ کی تنظیم کرد؟ آیا نام برده می شود؟ قدردین اسلانوف آیا بار نام برده می شود؟ کسانی که برای این استقلالیت واقعا زحمت کشیده بودند آیا باری از اونها نام برده می شود؟ چگونه است که صاحب این استقلالیت هم باز یک پیشوای خودخوانده می شود؟ همون پیشوایی که بر ضد این استقلالیت مبارزه برده است و مردم زیادی را حتی به قتل رسانده است، مردم زیادی را شهید کرده است. اون شهیدان واقعا شهیدان راه استقلال بودند که به دست اینها شهید شدند، ولی امروز اینها ادعای استقلالیت میکنند و این واقعا یک تضاد بزرگ است در تاریخ معاصر تاجیکستان. و من مطمئنم که در آینده وقتی اینها این حکومت از بین می رود پیدا می شوند مردانی که این واقعیت ها را به بحث می کشند، این حادثه ها را روی آب می آورند، این واقعیت ها را مطرح می کنند و حق به حقدار می رسد. در واقع قهرمانانی ملت تاجیک برای استقلالیت تاجیکستان جان فدایی کردند انا همون طاهر عبدالجبار و قدردین اسلانوف و دیگرها هستند. ولی امروز استقلالیت ما رو هم به نام یک پیشوای خودخوانده پیوند میزنند که این واقعا تضاد بزرگ است و یک خیانت بزرگ است. زیرا این آدم اصلا مخالف استقلالیت بود، این برای برقراری اتحاد شوروی می‌جنگید. چگونه صاحب استقلالیت میشود؟ چگونه او را ما صاحب استقلالیت می‌نامیم؟ و این واقعیت ها باید به مردم گفته شود و این کی گفته میشود من نمیدونم. واقعا تا حال هم ببینید حالا یک موضوع دیگر مونده است در تاجیکستان که به همین امام علی رحمان ربط داده نشود. اساسگذار استقلالیت تاجیکستان
حمید رو کی میداده باشه این عنوان رو به امام علی رحمان؟ همه عنوان های دروغین رو دادیم برایش. شوکت جان اگر شما نگاه کنید همینه که تمامی مظهرها یا اینکه نمادهای زمان شوروی رو و کلا تاجیکستان رو اینها از بین برده ایستادن. میدونید برای چی؟ برای مثال کاخ جامی رو خراب کردن، چایخانه راحت رو خراب کردن، قصر پرزیدنت بود اون پیشتر اون رو خراب کردن. اینها همه یک میراث تاریخی ما بودن. میدونید اینها چرا خراب میکنن؟ چون که بگویند تاجیکستانی وجود نداشت و اصلا اساسگذار تاجیکستان این هست. هدف از این نابودی تاریخ تاجیک انا همین است، ولی اینها به این نیت ناپاکشون نخواهند رسید، زیرا که امروز هستن مردان و جوانانی که این مسائل را درک میکنند و هستن اون کسانی که برای استقلال مبارزه برده بودن، زندانی شده بودن یا اینکه از دست اینها فراری بودن، امروز هم زنده هستند و حتما این حکومت امیدواریم که زودتر از بین میرود و کسانی که واقعا این مسائل رو در این مسائل حضور داشتن، در این معرکه ها بودن، اونها میتوانند این واقعیت ها رو به مردم آشکارتر و روشنتر برسانند. حالا ببینید اینجا من به شما یک سخن دارم، یک سوال دارم. برادران گرامی با ما هستند، برادر عزیز گرامی ما بابا جان قیمزاد، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک قنات پیمان ملی تاجیکستان. من یک سوال دارم. ببینید دنیای زورگویان شده است. حالا همین ابرقدرت ها همین احوال افغانستان را دیده ایستادند، دمشان نمیبراید. نه امریکایش، نه روسیهش، نه چینش، نه دیگرش. برعکس با همین ها علاقه همکاری ها را به میان گذاشته ایستادند، درباره همکاری ها صحبت کرده ایستادند و حقوقهای دیگر. اما ببینید به همین امام علی رحمان که در مقایسه دیدیم که در وحشانیت وحشیتر از طالبان است، در دیکتاتورتر از همین طالبان است. حالا طالبان از یک ملت حکومت خود را ساختند که امام رحمان از یک عائله، از یک خانواده ساخته است. و به فکر شما حالا ببینید مخالفان حکومت جمهوری تاجیکستان که این وحشانیت این حکومت را دیده ایستادند، چگونه میتوانند با همین حالت مبارزه آسایشی به مقصدهای خود نزدیک شوند، یعنی برای ساختن یک حکومت مردمی پیشرفت کرده باشند؟ درست است. تقریبا اینجا دو سوال شد شوکت جان. یکی درباره افغانستان که قضیه افغانستان واقعا خیلی پیچیده است و بحث زیاد میخواهد. یک مشکلاتی که در افغانستان است که همه را خسته کرده است جنگ در افغانستان و روی اون باید بحثی یک کم طولانی‌تر کرد. ولی ما برمیگردیم به سوال شما درباره تاجیکستان. ببینید شوکت جان، ما در تاجیکستان وقتی که صلح برقرار شد مردم از جنگ خسته شد، اومد با این حکومت صلح کرد و وقتی که صلح کردن مخالفان حکومت رحمانوف به یک حالت آمدن. به خاطر حفظ آرامش و ثبات و امنیت در تاجیکستان از بیشتر آزادی ها گذشت کردن. آزادی ها، دموکراتیا و عدالت اجتماعی، از اینها گذشت کردن تا که ثبات و امنیت رو حفظ کنند. و این واقعیت است. انا همین مخالفانی که با او صلح کرده بودند به خاطر حفظ ثبات و امنیت این گذشت ها رو کردن و او حکومت رحمانوف رو هم مشروعیت بخشیدن در جامعه بین المللی، هم تقویت کردن واقعا. و این اشتباهی است که مخالفین صادر کردن و این رو درک کردن. و امروز عین این قضیه رو ما در بخشی شوکت جان یک لحظه خاموش میشد بطری من زلیل میمونم شروع میکنم. مالا تو دیگر باره وارد شدن بابا جان قیمزاد یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو گدایف آفیسیال، انشالله به شما هم سخن میدیم، آماده باشید. زنگ از واتساپ. الو سلام علیکم برادر شوکت. و علیکم السلام.
бародар Шавкат, суханрониҳо бисёр, гуфтаниҳо зиёд аст, вале дар ҳамин ду ҷумла гуфтаниҳоро иншааллоҳ ба итмом мерасонам. معلش بفرمایید. گفتنی است با مردم اولین مراتب باید مردم این کار رو پیش گرفت. این فرهنگ سیاسی مردم ما باید پیش بریم. و در باره استقلالیت چی گفتنی هم برادر؟ آزم هم هست، صدایتان هست، بفرمایید برادر عزیز. بعد گفتنی هم این استقلالیت ما هم نیست بگیم، چون که من خودم زوده همین استقلالیت ما، اما همین نقلای سال 92 میگفتن میترسوندن مردم، ای همو پرسان شدیم، مثال در نوارو دیدیم. باید ما ایاد نبروریم این خوبی های احمدشاه مسعود از سال 92 چی خیلی تاجیکا رو پذیرفتن، چی خیلی گریزه ها رو جای دادن، چی خیلی مقصد در یک وقت تنگی دستگیری نمودن مردم تاجیک رو. و حالا میبینیم رحمانوف ما چی خیلی نسبت آنها در سرحد آمدن مردم تاجیک، نسبت آنها مادر و کودکای مایده هستند، چی خیلی نظر نوگیری کرده ایستادند یا را گفته گذاشتن در کار. و با چی گفتنیم در این استقلالیت 30 سالگی استقلالیت ما بغیر از حکومت رحمانستان دیگر یگام نویگری در بین مردم عام وجود ندارد. چون من خود زاده شهر دوشنبه هستم، بیشتر از دیگر مردم های ناحیه های دوردست بیشتر وای دارم. بعد مهاجرت، درباره مهاجرت کدام میبروید همین تاپلوسا میگن که مهاجرت در همه دولت هسته. بله مهاجرت هست، چون مردم ما مهاجرت غلامی نیست، در یگام روی دنیا یگام دولت وجود ندارد. این مهاجرت نیست، من این رو همچون غلامیت میشمارم از دیدگاه خود. بله. و گفتنیم در آخر سخن گفتنیم برادر که با مردم یک خطاب دارم، نترسید از خطیب لایک موندن، از بی ویدیو زنگ زدن، گاو بروی گاو زنین اخی یگم کس بردن محکم نمیکنن. نترسید لایک مونه، با خدا مردمی شجاع افغانستان ابی زنکو برو مدیم برای دین و برای دولت خودشان مبارزه برده ایستن آشکارا. نترسید، این همی توکه میترسیم. با خدا قسم در مسکو میبینیم همین مردم حال مردمی تاجیکه، با خدا قسم اوی دیده همین نرمانی آدم باشد، اگر ایمان قوی داشته باشد، ذره ایمان داشته باشد در دل خود، از چشمانش اشک میریزد. این اعضای مردم ما با خدا قسم بس بودگیست. بروی این مردم نترسید، لایک همونین، حدفیصد سکنید، برسونید با مردم، دلی سکنید نواروی همی شمورد. دیگر سخن ندارم. سلامت باشه برادر شوکت. زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. تشکر به شما. اکای بابا جان دوباره وارد شدید شما؟ بله بله. فرمایید. خوب، میگفتم درباره استقلالیت و اون چیزی که مخالفین حکومت رحمانوف رو تقویت کردن و واقعا هم به خاطر ثبات از آزادی ها، از عدالت اجتماعی، از دیگر ارزش ها گذشت کردن مخالفین تاجیک. و من یک چیز رو امروز میبینم که در حکومت امروزه طالبان هم چنین خواهد شد. و طالبان اگرچه با زور باشد هم مثلا در یک مدت شاید یک امنیت نسبی رو برای افغانستان میتوانند بیارن، شاید، چون که مردم افغانستان هم از جنگ خسته شده است و فکر میکنن که همین یک گروه هر کسی باشد بیاید یک آرامی رو بیارد، خودش برای ما کافی است و از بحر آزادی ها میگذرن. اگرچه ببینیم که مردم افغانستان از آزادی هاشون نگذشته ایستادن و همین تظاهراتی که از طرف بانوان شجاع افغان در شهرهای مختلف میبینیم خودش بیانگر این است که اون مردم از آزادی هاشون گذشتنی نیستن با آسونی. ولی واقعیت همین است که عیناً مثل همین اگر برادران افغانستانی ما امروز از این آزادی ها گذشت کنند، عیناً مثل آینده یک دیکتاتورای دینی رو در اونجا با وجود میارن، مثل دیکتاتورای دنیوی ما.
و بدتر از این خواهد شد. ولی چگونه که یکی از رئیس جمهورهای آمریکا بود به فکرم که گفته است اگر هر کسی که به خاطر امنیت از بحر آزادی میگذرد در آخر هر دو رو از دست میدهد. و من فکر میکنم که این یک واقعیت است و مردم افغانستان امروز در همون حالت قبول دارند که به خاطر امنیت بعضی از آزادی ها را صرف نظر کردن مخالفین بعد صلح اشتباه بود. بله دقیقاً. امروز اگر اون گذشت‌های مخالفین نمی بود ما امروز با این حد دیکتاتور شدن رحمانوف رو نمیگذاشتیم. برای مثال یک مثال عادی، اگر مخالفین از اون ارزش ها گذشت نمیکردن و دویم باره با پرزیدنت شدن رحمانوف رو که بر اساس سازشنامه صلح او حق نداشت دویم باره پرزیدنت شود، اون اصل رو رعایت میکردن و با او نمیگذاشتن که رحمانوف پرزیدنت شود، امروز ما به این حال گرفتار نمیشدیم. بله. حالا برادر عزیز گرامی اگر فرصت داشته باشد یک سوال دیگر دارم که همینجا مطرح شد. برادر از واتساپ زنگ زد گفت که به ما یک سازمان لازم است، یک جمعیت لازم است، نفران لازم هستند که با برنامه های خود وارد سیاست شوند و با برنامه های خود را به مردم تاجیکستان پیشنهاد کنند و مردم ببیند و آنها را پیروی کند و یک حکومتی که تابع قانون باشد و از پی عملی کردن برنامه هایش باشیم. در این باره شما چی میگویید؟ بله البته اگر شما دیده باشید روزی 5 سپتامبر در شهر ورشاو در 3 سالگی پیمان ملی تاجیکستان علاقه به پیمان ملی تاجیکستان برنامه خودش پیشنهاد کرد و از هفته بعد بند این برنامه پیشکش مردم خواهد شد و نظر مردم پرسیده خواهد شد، پیشنهادها انتقادها گرفته می شود و بعدا این برنامه همچون یک برنامه مکمل تصدیق کرده می شود. حالا این لایحه برنامه رو پیمان ملی تاجیکستان علاقه پیشنهاد کرد و از هفته بعد بندهای هر یک بند این برنامه به محاکمه گذاشته می شود و همه مردم در این برنامه باید شریک باشند و البته این برنامه از طرف کارشناسان یا شبکه‌های اجتماعی کی گذاشته می شود؟ بله این از هفته بعد در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان این برنامه ها به محاکمه گذاشته می شود. از طرف خود مسئولین پیمان درباره برنامه ها شرح داده می شود، نظر مردم گرفته می شود و بعدا این همچون یک برنامه قبول کرده می شود، برنامه بعد از محاکمه مردمی. زیرا که این برنامه پیمان ملی تاجیکستان کارشناسان برای این برنامه کار کردند در مدت تقریبا 1 سال و این برنامه رو پیشنهاد کردن برای یک حکومتی آینده که از نگاه پیمان ملی تاجیکستان باید چگونه باشد و همین برنامه به محاکمه گذاشته می شود. هر برادری که اینجا هست و سوال دارد می تواند برنامه رو در محاکمه برنامه شرکت کند، فکر و نظرش بگوید، پیشنهادش بگوید، انتقادش بنویسد، بگوید، صحبت کند و مطمئنم که در اون برنامه هم میتواند همون موضوعهای مورد نظر خودش پیدا کند و هم میتواند پیشنهاد کند و هم میتواند اگر جای معقولش نیست انتقاد کند. این برای همگان آزاد خواهد بود و در برنامه در روزهای نزدیک این برنامه به محاکمه گذاشته خواهد شد. ببینید کاربران گفته شدند که برنامه پیمان ملی تاجیکستان رو در اینترنت گذارید خوانید. بله البته گذاشته می شود. هر یک بند بعد از محاکمه در اینترنت گذاشته می شود و نظر همه کاربران گرفته می شود. در اونجا درباره تحکیم استقلالیت و امنیت استقلالیت چیزی گفته شده است؟ برنامه یک برنامه کامل است، در واقع در تمام جنبه ها تخصصی اون به بخش ها تقسیم شده است، در زمینه سیاست، در زمینه حقوق، در زمینه اقتصاد، در معارف، فرهنگ، اجتماع و حتی که مناسبت دین. در تمام این بخش ها این برنامه
تدوین شده است و امیدوارم که در وقتی که این برنامه یک به یک این بندها پیشنهاد می شود اون سوال ها و دیدگاه های همه بینندگان در اونجا انشاءالله که پیدا خواهد شد. تشکر به شما برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. حالا مهاجر بچه رو میشنویم. مهاجر بچه بفرمایید. مهاجر بچه هستید؟ آماده باشید ما امین رو شنویم. امین هستید؟ ده سلام علیکم. اسدالله و وارشتگی هستند. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. همین را گفتنی بدم که در روسیه 40 نفر نمیدونم کجای کدام شهری گفت 40 نفر تاجیکا را اخران بودن همجا کار میکردن چیده گروزشک بودن هم 40 نفر نامشه دکومنتاشون گرفتن در درن یک ماشینی با دعوا نمیدره کو وابشه воздух همجا محکم کردن یک تاش از اش رفته مقصد وضعیتش بنیاد و از بینای باز نو در رادیو آزادی تماشا کردیم با خدا قسم بس هست ما اوجه گفتی گپا گفتی همو یک خیلی آدم ها اوجه ما همی آدم سیلمارک شده ای گپی همی کارای وعدای همی و ای نامشه وعدای دروغ همی ای تاج ای هفت بشرش برنامهش هم دروغه خودش هم دروغه همی طالبا میگن از ما طالبا را نگاه دارم اکه وزی دل نبریم یعنی چیزی شید هم پنشیر در اومدن کم ترک وضعیت ها بزیب شید حتی مردم خلق گشته سبدن اما روزی به در بزار رو میروان میگن از ای وقتی طالبا اومده کم ترک سودا سسته لیکن چه بگم یگان سون طلبی نشده سه مقصد بازاری را غم نداده سه سوداشون خوب رفته سه لیکن موزی نگاه که در اگر وزی هم خیلی در تاجیکستان باشه و یا بیزنسمن خیلی که همون اگر باشه اگر سرز او را پشتش میشن این علاقش میوه و این چیش میوه و مقصد چه بیزنسمنی بدن مرا بیچاره را بانکرات کردن اما مهاجر در بدر یکی از اونها این مویدین کبیری مقصد او هم بیزنسمن بده یا مقصد در پارلمان کار میکرد با دیگر زپرف که فراز دیگر هم مایو ما خلق آخی هم را دیده سیم نگیم ما خود موازی دل بریم همه برنامه دامه درم دیگر جا دا میگم که گوش کنیم پیمان ملی و گروه 24 این مقصد محمد اقبال صدرالدین همی را گوش کنین وقتی همی گپ همه زنی سرز همی روان برای که حال خلق تا ها زیره درک نکردین تا وقت که یک پرابلم همیشه نگاه کردم همی 40 نفر خستیان کیدت کردن مقصد چی کردن سه تا نامش چه سه جا زنگ زدن سه جای همی تاجیکستان اولش همی جای دولتی ها میشینن که سه جا زنگ زدن یکم کس درجه تلفن شونه نمیگیره قچون گپ هم نمیزنن شنیدن هم نمیخواه را همی مقایسه میکنیم که بچه ها تا هم قدر درک چی میکنن گپ زدن در تاها زیرا هم میترسن اقلا ببرو دردی خط بگو در یوتیوب همونجا نگو که در اگانجا آوازش نکه دردی خط اقلا معلوم کن تمام ما اگان چی نداریم یگانجا نفتسیم. تشکر برادر عزیز. حالا عزیز ما اسدالله برو گوش کنیم. سلام علیکم. اینو ما الو مرا میشنوین؟ بفرمایید برادر عزیز. خوب اینو ما به خاطر زن اومالی موندم برای که ما چه انتظار بودیم ما میخوایم با خیرش گپ زنیم بودم که نیومد خواستیم که همین افتخار همصحبت شدن رو داشته باشیم شما ناامید کردید. بله متاسفانه ما بسیار میخوام که صحبت کنم برای که شوهرش مایزده هم وقت پیونه و خیلی خیلی زنش گپ زنیم برای که این بچه و کچش چخیر کنیم گفته
نیومد نامشو موندم. خوب هر درو مگیم دا نومه هم یه آدمای چرای مونم که مردم بشنو که یو کیانه چیان مثلا سعی جعفر اس منظور دارم مونده بودم یا تیفون هم که خیلی با همین خاطری یارم مونم. چی گفتنیم او برادری که گفت که میگویی که وقتی میگیم که گروه 24 گوش کنین یا که 19 گوش کنین چیز کنین مردم ممکن بعضیش ترس داشته باشه که 19 مثال تروریستی خوندگی یعنی که گروه 24 برام خیلی میگریزن که ما تروریست میشیم. ما فکر میکنم که طرز گفتن ما نباید تعلیش کنیم با مردم یعنی که همی ما باید دکزد کنیم مردم که همی دولت همو قرض داره مثلا نالوگ همو میگیریم ولی همی ما اشمو طلب دارم همی گروه سیاسی مثلا 19 گروه 24 که هم مردم دا بفهمونه که همی سومی مردم چه خیلی بجوا که اومالی را میره یعنی که مردم اومالی اشوتی مردم چه خیلی سوم کار میکنن اصلا ما بزرگ حالا برادر از یادم فراموش نشود فردا روز جمعه انشالله که در برنامه دیدگاه ما درباره سبد استعمالی صحبت میکنیم. امیدوارم که سبد استعمالی رو همتون میدونید و درباره دعوای این که سطح قشاقی در تاجیکستان چند درصد پایین رفته است و در تاجیکستان چقدر مردم عذاب گرسنگی میکشند و حکومت چند درصد نشان میدهد و واقعا چند درصدی اهالی در حالت قشاقی هستند. ما انشاءالله فردا در برنامه دیدگاه در این باره صحبت میکنیم. موضوع ما همین است. انشاءالله فردا مشاهدان عزیز خواهید شنید حتما در برنامه صحبت میکنیم. برادر یگان چیز دیگر گفتنی هست اینجا بهادر دست برداشته ایستادن که با فکرم سلام علیکم اکا اسدلو یا بوریا به همه برادرو زریاد ممبر امی اخیرون سخن ما با امی کلاغا که اگر کلاش کار نکنه ما اینا یک صغیره بسودم تا اگر این پرادنیکور نکنی یک زودی کنی کو خلق دایجا عذاب نمیکشه. اگر یک زودی راست نه توجسون این پرادنیکور میگه ای کادو ای دی کادی و تربیت چی در شیرچه نه برای سومنا دیزن نمونه کو خلق دایجا عذاب نمیکشه که انا اوچن بعد ما صاحب استقلال میشیم. این پرازنیکای کات کن هم زنکای که در توالت خورن 10,000 تا اوتای زنک خونه در میکنن 1000 تا کارگرای ارگانیمو را اولک شب بولوتر میکنن که آمده خشرو برای خلق منفعت خلق کار کنن. این ای طریق کار را که کلاغر سی رحمانو اگر تو نه او شور کار نکنه بیا مرا پیرات که مطرح بگون که چه کارو که دزدی نه که تمام اونش حالا همین حاضر به شما سخن داده ایستادیم و این برنامه ها رو تشکیل کرده ایستادیم تا که به مردم حق داده شود به مردم امکانیت داده شود که گپشان رو به حکومت بگویند. هم این برنامه ها برای همین است. حالا یک زنگ رو از واتساپ گوش کنیم که زنده باشید بهادر. تشکر به شما. الو نفری که از واتساپ زنگ زده شدید گپ میزنید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر به شما. بفرمایید برادر عزیز. کمتر بلندتر گپ زنید خواهش میکنم. اکاجا من گفتنی دارم که با همه رحمان استعفا گفتنی هم ببراین دفع شوند همین دولت این کارهایی که کرده سیان در حق همه جورا گرفته استن همه بازارای گرفته استن داخلشان همه چیکارا کرده استن آدم‌ها را خونه‌شون چی میکنن یک کار کرده نمیشود در تاجیکستان. بله تشکر به شما برادر عزیز. رحمان استعفا گفتنی هم برای قطعی ما اولادش دفع شود در همین تاجیکستان. زنده باشید. همه خگاب دارم. تشکر. پاتفیز پاتوس یک نام درست نیافتید. بفرمایید. ما اخیرون سخن ما بگم اکش قبل برم بعد شما. عزیز ما. او بله. سلام علیکم. گپ زنم. مالش بفرمایید بعد از اون پاتفیز گپ میزنم. خوب ما سلام علیکم و همه. یک دقیقه حاضر. همین پرویز یک دقیقه. امی گفتنیم که امی چیزا همو چی شروع کنین پاسوس و تاجیکستان ایکو کنسولگری مثلا هم 40 کس
маҳкам кардагиан ҳам чил кард буроя ба сари пасос сар буроя ки моро ҳам хеле кардан ҳам бирен о иззат ҳамона карда буден ку як барои иззат ҳамона хеле кинен хела тарсида будам чен пасос файнам хеле бирен ба саршона барои ки во айшоти шумо маош мегиран инам бирен намонен ина да помир намемонан гай ё сум бигиран ҳеҷ ка намехоҳад да помир гай бишава ки рада бурая барои ки сумаш наметан анами шумо хеле ки ҳеҷ ка намехоҳад ки ягон инами дыздо дига намехоҳанд ки пасоли тоҷикистон шавад баъд оста оста ҳама одамои ҳақгӯ ва ҳақҷӯ дар ҷои дыздо кор намедироянд одамои сози солим дар ҷои мисол дыздо кор намедироянд шуморо ҳам зулм намекунанд оста оста омали худаш тоқа мемонад аям майдаш бояд сабр кунед саломат бошед ташаккур ба шумо патвиз патос бифармоед салому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик ва алейкум ассалом мо ҳам наворои шуморо тамошо мекунем асосан коргари соҳаи вазоати тандурустӣ мебошем асосан ҳамин системаи вазоати тандурустӣ ҳам мисол барои ҳосил кардани мисол сохтани табибон умуман аҳамият намедиҳанд мисол дараҷаи сифатнокӣ саводнокӣ мисол шуурнокӣ табибона мисол умуман аҳамият намедиҳанд дар донишгоҳҳо асоси маънӣ надорад ки донишҷӯи соҳаи тиб оё савод дорад баъди таом кардан надорад барои умуман барои ягон донишгоҳ ягон аҳамиятам надорад барои табиб корманди соҳаи вазорати тандурустӣ як нафаре бояд бошад ки як муносибати хуб доштагӣ бошад дили беморро ба даст биёрад бемор бештар ба дилбардорӣ ниёз дорад ҳамин чиза бояд донишҷӯ дар марҳилаи омӯзиш дар донишгоҳ дастхат ман вақт ҳафтаи гузашта тақрибан 10-15 рӯз бемор будам ҳамин инсон ҳамин хел мешавад ки як ҷояш дард кунад фикр мекардааст ҳозир баъд аз 1 соат аст ё баъд аз 2 соат аст ё баъд аз 10 соат аст мемирад ва дар ҳамин ҳолати рӯҳафтодагӣ қарор мегирӣ бояд корманди соҳаи тандурустӣ нафаре бошад ки дили беморро ба даст биёрад камтар ба ӯ рӯҳияи эътимод ба нафс бидиҳад ва бовар кунонад ки ин беморӣ гузаранда аст иншоалло шифо меёбад ва ҳоказои дигар аммо табибони мо ранги прокурор бо бемор сари кор мегиранд ранги прокуроре ки ба дасташ як муҷрим афтодааст муҷримро метарсонад агар фалон ҳазор пул набиёрӣ корат безеб мешавад пушти панҷараи зиндон мешавӣ ба ҳоказоҳо ва аз унҷа зинда набаромаданат мумкин аст ва ҳоказои дигар мисли ҳамин ба бемор муносибат мекунад дуруст мегӯед бародари азиз ман ба ин гуфтаҳои шумо ҷонибдор ҳастам воқеан чунин аст аммо ҳастанд касое ки ҳамчун мутахассис бо бемор сари кор мегиранд ҷамъияти мо аз ин гуна нафарон нист холӣ нест хеле зиёда ин нафарон нест бародар асадулло бифармоед бародар азиз ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракоту салом ва дуруди худро ба ҳамаи тамошобинони шумо мо мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам ки кай истиқлолияти мо истиқлолияти худро ҷашн мегирем иншоалло ҷашн мегирем ҳамин гуна суҳбатҳо шудан гардад ҳоло бубинед дар асри 21 шумо мустақиман садоятонро ба гӯши ҳукуматдорон расонда истодед ва ин саволи шумо ба ман нест ба инҷо будагон нест аз ҷумла ин саволи шумо ба ҳамин ҳукуматдороне ҳаст ки чанд нафар аз амниятиҳояшон ҳоло вориди ин барнома шудагӣ ҳастанд ва ин барномаи моро мониторинг карда истодаанд гӯш карда истодаанд ки дар инҷо мардум чӣ мегӯяд ҳатман ба гӯши онҳое ҳам ҳаст ин савол ба онҳое ҳам ҳаст ки кай мо истиқлолияти воқеиро ҷашн мегирем воқеан ин саволи аҷоиб аст бале чӣ гуфтанӣ ҳастам боз илова карданӣ ҳастам ки ба ин гуфтан дигар намешавад мо бояд амал кунем ҳозир замони зӯрӣ омадагиа бинем чӣ хел афғонистон гирифтанд маҷбур гирифтанд дига ҳама итоат карданд мо маҷбур мегирем ҳеҷ кара ягон зарар намерасонем бояд давлата бояд ягон нафаро пайдо шавем ҷамъ шавем дига вақти мунтазир нест ин худаш ҳеҷ айдаст ҳеҷчи намеояд аз ида зӯрош аз ида бақувватош натонистанд ҳеҷ кор карда биёем мардум
سرجم شویم، بیایید یک علاقه کنیم، یکدیگر قد پیوست شویم، یکدیگر را کمک کنیم. همین خیلی پچک کلان شده رفتن در کره، گرفته و پیش کردن در پیش نگرفته محکم کردن در کره، عذاب دادن در کره و چه خیلی که ما عذاب میکشیم. گرفته عذاب دادن در کره، امو رئیس جمهور باید استقلالیت حقانی کنیم که عدالت و دیگر همه دیگر رشوه و دیگر کروپسیا و دیگر من حالا ببینید از بین ببرید. حالا ببینید اکی اسدالله، این گفته های ما و این گپ های ما و این صداهای ما مثل این است که یک بیمار هست در پیشمون، در نزدمان یک بیمار هست. ما گفته ایستادیم که این رو جین زدگی، همه چلیوسین کرده ایستادیم، بیمار رو چلیوسین کرده ایستادیم، این رو جین زده است گفته. اما بیمار، این بیمار بیماری های دارد که درونش چندین بیماری های درونی دارد که به عملیات یعنی به اپراتسیا نیاز دارد. این رو جین زده چلیوسین کرده شیشته، مولا این بیمار رو اپراتسیا کردن در کار است. بله باور کنید از روز اول امو سیسیایی که در لیلوباد شده بود، من یاد دارم یگام نفر همین یگام تاجیکستانی کو باور کنید راضی نبود که این پرزیدنت شد. اما عبدالله جان نمیدونم، هم نامش میدونم، عبدالله جان یک مرد بسیار، بله همون انسان بسیار انسان خوب بود. همه امو را همین ویبرات همو را کرده بودن، مجبور همین دولت تگیری. بله همین تو همین سال گذشته ویکی‌پدیا، در ویکی‌پدیا تاریخی همون به فکرم سال 1994 انتخابات سال 1994 را نشان میداد که 64% آرای مردم را عبدالملک عبدالله جانف گرفته است و کشورها عبدالملک عبدالله جانف را همچون برنده انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان تبریک کرده هستند. و یکی چی میشود، چی میماند که اعلام میشود که رئیس جمهوری تاجیکستان یعنی امام علی رحمان انتخاب شده است. اما در همین یک سال در ویکی‌پدیا نشان میدادن که عبدالملک عبدالله جانف 64% آرای مردم را کسب کرده است. با خدا قسم کو مجبوری همین دولت تاجیکستان مجبوری گرفته گه، مجبوری نمیخه همه را مجبور автомат قطع اومدگه، همه کدو میگم این مخ کشدگه کو ایبینی بولو گفزگه زنده با زنده پوست کردگه. من میدونم، من آدمان نفراشون میدونم که زنده با زنده آدمی که یک سخن گفتگه که نه من روزی نیستم گرفته که زنده با زنده پوست کردگه. این پدر لعنت کو این خونی همه را بریزونه، این همین تاجیکستان کو این نمیتا، این همه تاجیکستان که 100% بخیزه کو این لعنتی کو با کاری میکنه که یک خطای یا روسیه را یکم همین تاجیکستان هم پدرکه میکنه. اون که همین میگه همین تاجیکا را بکشم همین مزور برونده خیلی بس که برو دفشه اوخی بازی هم وقت داری میمبری روز پگه او بچه تا او با امیدی او بچه نشه، او بچه ده نرکمه اوجه چشماش خلطه زدگیه. من این الحمدلله 50 در رفتگیم نه که باوری دارم که دل جگری من او در با سوسته رای. من نمیدونم چی مردم کیه نگاه دارن، چیه نگاه دارن. بله حالا اکی اسدالله اکبر را گوش کنیم که چی میگفته باشد. اکبر مرحبا. السلام علیکم برادران. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستین. زنده باشید. بفرمایید. استقلالیت مبارک به شما، به خلق تاجیک. تشکر به شما مبارک باشد. استقلالیت واقعی رو ما سال 90 دیدیم ده برادر شوکت جون. در اون منبر که سامانی است، در اونجا هیکل سامانی نبود، هیکل فردوسی بود. سال هیکل لینی نبود؟ نه هیکل لینی و هیکل فردوسی بود. در اونجا در اون منبر همه جیایی بودن، هاشمی، مومن قناعت، لایق، گل رخسار، علیما همه بود در اونجا. بله در این منبر فقط همین ببینی رستم، آزاده،
رحمان خودش همین خلق اینا بزرگ شدگیه با همین با یگان استقلالیت دیگری در ولی با تمامش هم میبرورن. امام علی رحمان از طالبان طلب دارد که باید حکومت را در نتیجه رایپرسی عمومی خلقی تشکیل کنند. حکومت را در نتیجه رایپرسی عمومی خلقی باید تشکیل کنند. گویا که خود امام علی رحمان به سر حکومت در نتیجه رایپرسی عمومی خلقی اومده باشد. با یگان رایپرسی اومدگی نیستی بازار یارو علماش با زوری بردن با تیر توپ و تفنگ خارجی ها به دوشنبه در آمد و با زوری حکومت رو گرفت. گویا اینکه امام علی رحمان خودش با رایپرسی عمومی خلقی به سر حکومت آمده باشد. از طالبان افغانستان طلب دارد که باید در اینجا رای مردم وجود داشته باشد، یک رایپرسی عمومی خلقی باید گذرانده شود. من برای همین نوار دیدم این 80 نفر زن کودک مادرای افغان خیلی مثل تاجیکن و هم خونی ما هم زبونن اما را فریب کرده بودن در موبایل همون دایره در یک جزیره پرتفتن من همون همه کسل همین بس است. بیهای مردم افغانستان را اگر امام علی رحمان میدونست، حالا امام علی رحمان با مردم افغان، با مردم افغانستان، با مردم همزبان ما، با تاجیکان افغانستان قصد دارد، دشمنی دارد. برای چی؟ برای آنکه مخالفان امام علی رحمان را آنها جای داده بودند، پوشاک داده بودند، خوراک داده بودند و راه داده بودند، به خانه هایشان جا داده بودند و این عقده در امام علی رحمان جا دارد. اگر نه چرا 80 نفر را در یک جزیره بین دریا میمانند؟ اگر تاجیکان میگفت، بیچاره حمیلت من میگفت، با آنها اقلا راه میداد که به این سو بیایند، اقلا خودش خوراک ندهد. مردم تاجیک مهمان دوستدار است، حتما در خانه های خودش. حالا ببینید در کولاب، در فرودگاه کولاب پلاتکه ها را زدند، بر فلان هزار نفر ما گریزه های افغان جا تایر کردیم، گفته حالا هیچ کس را جا ندادند. همین خیل. برای چی؟ برای آنکه اینها جایها را نشان داده ایستادند، پروژه برای یوری های ها ساخته ایستادند تا این پروژه تصدیق نشود، از خارج به اینها پول نبیاید و نصفش را از خود نکنند و اون مردم افغان اینها کمک کردنی نیستند. تشکر به شما برادر عزیز. حالا یک زنگ از واتساپ آمده، قبول میکنیم، باز صحبت میکنیم انشالله. انشالله صحبت میکنیم. الو علیکم. و علیکم السلام. الو سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. شما خوبید سوزید؟ شکر. لطفا نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادید بلندتر گپ زنید. شما خوبید سوزید؟ سلامتون خوب شکر است؟ برادر. زنده باشید. شفقت بای همین دمی سکتون کجلای گفته گشته نه؟ راست میگین. واقعا نوجوان مردین ده، واقعا نوجوان مردین. دف شویجه ما خاموش باشین. دوست جوان مردی چاپلوس. خواهش میکنم نفرانی که همینجا هستید بیایید حق بدهیم که یک نفر گپش رو بگوید. فقط نفری که از واتساپ زنگ زده شدید خواهش میکنم بدون تاخیر حرفتون رو بگید، با شما رو گوش میکنیم. آخه ما تحقیر دیگرو کسی که پشتیبانی ما میکنه تحقیر میکنه و من نمیمونم تحقیر کردن در این برنامه. من یگان کس به یک کسانی که هستن همینجا گپ زده شدن حق نتی، خصوصا نفرانی که تحقیر کردن میخواد. من یگان نفر تحقیر کردن نمیمونم. کسانی که تحقیر کردن حتما از ستوده خارج میشوند. بفرمایید. آخه نو انا یک نفر یک مردی که یا مرد ریشدار بیشو همیقدر تحقیر کردی صدقه هم ریش کنتا صدقه امو الحمدلله که داد میگیری صدقه امو کنتا بگو. آخه واقعا شما
ҳамин имрӯз ягон давлат пуштибонӣ аяму мардуми тоҷики афғонистон накардестай. ҳамин мардаки бузург, ҳамин роҳбари давлати мо, пешвои миллати мо аяму мардум пуштибонӣ кардестай. то қадри имкон шумо то чӣ дараҷара, то ин дараҷара ноҷавонмардем ки ҳамин чизҳоро нодида мегиред. тамом шуд гапатон бародар? не, гапи ма бисёр аст. шумо мегӯед мо воқеан бародар, мо ҳамзабонем, ана мусулмонем бо мардуми афғонистон. не ки ана мардуми афғонистон набуд ки инам грезои моро аз соли ҳамун 90 чанд ҳамин муҳаммад иқбола бурдан гойдан кунтӣ кадан. хомӯшиш кунем бародара. шумо дарбораи акай Шавкат ё даф кунен ё намедонанд чӣ гуфтестиян, ё ҳамун задагиян, кайф кардагиян, намедонанд чӣ мегӯянд. мо чунон асабӣ ҳастанд ки фикр доранд фарду мардум аллакай ба сарашон мебиёяд ва ҳолаташон бад мешавад. барои ҳамин хеле асабӣ ҳастанд. ва ки мо 5 солчи дар мулки мардум ҳамин хеланги ҳамун аст дар хонати дар пеши ҳамун куни президенти ҳамун гирча гирифтагӣ ҳамун кунша листести гуфтиу гапо грубам шава. кай ҳақорат не мо ҳақорат анаку мара бадном кард охи мегар иш дора ман нагуфтум. ман гуфтестам ки мардум бихезе. ман дар барномаи гузашта ҳам гуфта будам акай асадулло, инҳо мураббии мо нестанд, инҳо тарбиятгари мо нестанд. мо ба инҳо иншоалло дар ҳукумати оянда нишон медиҳем ки муносибат бо мардум бояд чӣ гуна бошад. бале дуруст қайд кардед. не ки ман намехостум бахшиш ба хотире ки ман яке аз даҳанам буромад намехостум ҳамин гапам бурорум гап зан. ман ягон бор нагуфтам дар ягон барнома ягон гапи дашноми гап. ҳоло бибинед шумо ба ҳамин гапзанӣ халос мешавед. инҳо дар нимаҳои шаб маро қарор намегузоранд, занг задан мегиранд, набар 70 80 100 200 маротиба занг мезанад, то набардори халос намешавӣ. бо мебардори телефонро бояд ним соат ин насиҳат мекунад, бояд ту гӯш кунӣ. ҳамин хеле медонам. ҳоло ҳақро бояд гуфт. гап занед, ҳақро бояд гуфт. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ акай Шавкат. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. акай муборис шумо назди Асадулло. салому алайкум. салом ва раҳматуллоҳ. алҳамдулиллоҳ. ба ҳамаи мубориза салом ака, ба ҳамаи мухолифон салом. зинда бошед. шумо дам салом. ин хали программа дар бораи чи аст? ҳоло бубинед бародар азиз, ташаккур ба шумо. барномаро пайгирӣ кунед ки дар бораи чӣ рафта истодааст. ҳатман бо ба шумо сухан медиҳем. шумо мара накушед акай Шавкат. шумо гап занед, ман гап дорам қати шумо. намекушам шуморо. ҳаминҷо бимонед, барномаро пайгирӣ кунед. ҳоло як нафарро қабул кунем мо. шумо пайгирӣ кунед ки гап дар бораи чӣ рафта истодааст. ҳатман ба шумо навбат метиҳам иншоалло. қабул кунед, бифармоед. қабул кунед. гап мезанед? нест. Зонтик Зонтиков. гап мезанед? Зонтик Зонтиков. امیدوارم انشالله صحت سلامت هستید. مرا میشنوید؟ میشنویم شما را. من انشالله جانبداری این رژیم رحمان را هیچگاه نکردم. باذن الله نمیکنم. این بر ضد رژیم رحمانیوف رژیم دیکتاتور هستم انشالله. در این فکرم باقی میمانم انشالله. ما هر وقت شما را همه وقت پیگیری میکردیم با چی میگن؟ با دستگیری میکردیم. با دیگران هم چی میگه؟ توصیه میدادیم که شما رو باید پیگیری کنند. اما در اینجا یک سخن میرود که سخن در بالای طالبان میرود. امروز در پنجشیر جنگ رفته ایستادند. تا امروز پنجشیر ما نشنیده بودیم که بر ضد آمریکا بجنگد. تا امروز مثلا یگان در ویدیو در اینترنت ها یگان جا دیده نمی شود که پنجشیر بر ضد آمریکا جنگیده باشه. امروز طالبان خواستن که پنجشیر را تسلیم شوند با ما بیعت کنه. متاسفانه قبول نکردن. گفتن که ما قبول نمیکنیم. امروز متاسفانه از شما شنویده میشویم که طالبان در حقیقت تروریست هستند، تندرو هستند. این در
در تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، اگر اینا خیلی مثلا چه شما رو بفهمونم که تاریخ نگاه کنیم، این طالبان تا همین روز فقط بر پایده اسلام جنگیدن، تا آخرش هم انشاءالله می جنگن. و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند که مجاهدانی که از خراسان می روند و در دولت شام می روند، امام مهدی می بیان بیعت می کنند. این حدیث صحیحی در حدیث بخاری آمدگی است. امروز چه می شود که اینا تروریست شدن، چه شدن که اینا تندروی مثلا این کودک ها کشته، زنکار ها کشته، این در حقشان بسیار تهمت هستند. مردم نمی بینن امروز که مثلا آیا چه رفت آمد رفتار کرده در مسلمان ها. اینا هزاران مجاهدون برآوردن در راه الله. چون می شود که همش یک بار تروریسم میگیم. در این فکر شما وقت ما هیچ روزی نیستیم که شوکت. زنده باشید برادر عزیز. ما شخصا خودم من کوشش میکنم که از اعتدال دور نرویم، اعتدال رعایت شود و کوشش میکنیم که در حق هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ سازمان زیاده روی نشود، حتی در حق آنهایی که هم زبان ما، هم دین ما هستند در پنجشیر که اساسا تاجیکان هستند و آنهایی که امروز در رأس حکومت هستند طالبان آمدند، ما نسبت آنها زیاده روی نکنیم. من به این خیلی کوشش میکنم. اگر شما شبکه اجتماعی فیسبوک را استفاده میکنید، خواهش میکنم به صفحه های من وارد شوید و نظرهای من را بخونید. در آنجا من در این باره چگونه نظرها دارم. تا اینه که حالا به سوی جبهه مقاومت از جانب طالبان هجوم شد، تقریبا بعد از آن که 15 اوگوست طالبان تمام افغانستان را به جز پنجشیر گرفتند و کابل را تصرف کردند و در کابل جا گرفتند، اعلان کردند که ما شورا ساختنی، شورای 12 نفره ساختنی هستیم و حتی مردمی پنجشیر را دعوت کردند که بیایند 1 نفر 2 نفر به این شورا شامل شوند و ما یک شورای بسازیم که همه شمول باشد. اما متاسفانه با هیاهوهای دیگر از جانب پنجشیر هیاهوهای دیگر به وجود آمد و آنها گفتند که ما 9 سپتامبر میریم کابل را ضبط میکنیم. هیچ کس راضی نمی شود که مثلا گریم این طرف بیاید گوید که ما حکومت همه شمول تشکیل میکنیم، تو گویی که من کابل را تا 9 سپتامبر ضبط میکنم. البته این گونه حرف ها طرفی که به تو صلح پیشنهاد کرده ایستاده است خطا است. اگر تو راضی نیستی که مثلا گریم جانبی که به تو صلح پیشنهاد کرده ایستاده است، تو در اونجا 1 نفر 2 نفر بسنده از گفته ایستاده است، تو میتوانی به مذاکره بیایی، حکومت های کشورهای همسایه را همچون کفیل، همچون شاهد به مذاکره ها دعوت بکنی و با کفالت کشورهای همسایه ها، با میانجیگری کشورهای همسایه، سازمان های بین المللی تو حق خودت را با گفت و شنید بستانی. اما در عوض این چی طالبان وحشیان، طالبان اینان، طالبان زن کشند، طفل کشند و هاکذا من تا 9 سپتامبر میرم کابل را ضبط میکنم. این گپ‌هایی که دوباره جنگ رو به میان میباید. من نظرهایم رو در این باره چندین مرتبه گفتم. اما برادر عزیز حتی در همین حالت هم ما باید دانسته باشیم که هیچ وقت همین حالت ها هم به طالبان حق نمیدهد که از بالای مردم آسایشته بمباران شود. چون که شما درباره اسلام گپ زدید، درباره اسلام مجاهدین حق ندارند حتی شاخ درخت را بشکنند، به پیران سالان بیرحم میکنند، به زنان و کودکان بیرحم میکنند. این گونه توصیه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان در این خیل حالت ها وجود دارد. چه رسد به از بالای مردم آسایشته بمباران کردن؟
این هم نادرست است. باید اعتدال را رعایت کرد. در اینجا باید انصافا سخن گفت. باید این کار را طالبان نمیکردن. حالا هم بر وقت است. باید مردم پنجشیر، جبهه مقاومت ملی باید کاری کنند که با کشورهای همسایه، سازمانهای بین المللی مراجعت کنند و این کار را خودی همین حکومت جمهوری تاجیکستان کردن میتواند، لیکن نخواسته ایستاده است، به هیاهوی‌های بیهوده آوره است و ضیاعیان ما برای آنکه همه چیز را طلب کنند، پاکستان سفارتش بسته شود، وزیری پاکستان به تاجیکستان نبیاید، مناسبت کنده شود و هاکذا. این فیشنگ های دروغین را همین ولا کرده ایستادند. به جای این تاجیکستان را مجبور کردن در کار است. تاجیکستان میزبان گفتگوشنید جانب‌های افغانستان باید باشد، همان گونه که این افغانستان میزبان گفتگوشنید گروه‌های مختلف نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان و حکومت همان وقته تاجیکستان خود همین امام علی رحمان بود و این کار را کرد تا آخری صلح، تا به صلح رسیدن تاجیکان. در پهلوی تاجیکان پروفسور رئیس جمهوری همون وقته جمهوری اسلامی افغانستان برهان‌الدین ربانی و پدر همین احمد شاه مسعود در پهلوی تاجیکان بودند و امروز وظیفه هم ملتی ما، وظیفه تاجیکانه ما این است که همین ابتکار را امام علی رحمان به دست بگیرد، تاجیکستان را میزبان گفت و شنید این جانب‌های افغانستان کند و کشورهای همسایه، سازمان‌های بین المللی و کشورهای دوست را به تاجیکستان دعوت کند و طالبان را به این نتیجه برساند، به این باور برساند که تا اینکه آنها حکومت همه شمول تشکیل نکنند عاقبت این کارشان وای است. باید این کار را رئیس جمهوری تاجیکستان بکند. از آن که ما دعوت میکنیم رئیس جمهوری سروزیری پاکستان باید در تاجیکستان نبیاید، این من کرده شود، ما چی در کار با کشورهای دیگر مثلا مناسبتمون را بد کنیم؟ بیایید همین مذاکره را تشکیل کنیم و طالبان را باور کنونیم که همین کاری کردگیشان نادرست است و باید یک حکومت همه شمول تشکیل کنند، در حکومتی که نه یک ملت بلکه همه نماینده های همه منطقه وجود داشته باشند و همه خودش را برابر حقوق داند و به این باور ما طالبان را برسانیم و این کار را امام علی رحمان کردن میتواند و حق گردنش است، قرضی گردنش است، قرضدار است در پیش مردم افغان، در پیش مردم افغانستان. امام علی رحمان قرضدار است، این قرضش رو باید از گردنش امام علی رحمان ساقط کند. یگان پول مال هیچی لازم نیست است، فقط همین قدر که اراده سیاسی وجود داشته باشد، اراده وجود داشتگی باشد. ولی حیاهای زیادتی بفرمایید برادر. زونتیکوف، من به فکرم به این نظرهای شما روشنی انداختم. حالا یک زنگ از واتساپ اومده است، زنگ رو قبول میکنیم، بعد مادر جبریل گپ میزنن. الو، سلام علیکم بابای شب. و علیکم السلام و رحمت الله. چه شما ناز میتونید؟ الحمدلله، امیدوارم شما هم خوب و صحتمند باشید. تشکر به شما، بفرمایید. شکر خدا، با دعای شما. ما اگر مردی کلانسال شد چی کارهای امام رحمان کردگی همشه ما فقط دلیلش خطی میدونم، نه که مردم نمیدونم وقتی که همین سال 90 جنگ سر چی در بیتری ازبکستان خدی در از نورک اومد، زنی کاپیتان خدی автомат داد دستش، مردمی ما مردمی اورتوباد نمیگردوندش، هم وقت می اومد می همه اومدگی با خون میروه، این دیگه اگه راه نداره. اگر مردمی ما اگه اکونومیست اگه تاریخ شناس باشد، همین اهالی تاجیکستان چند فایز تاجیک است، چند فایز ازبک زبان است، میدونن همینه. بله. حاضر دعوا
40% اهالی تاجیکستان تاجیکی تازه تاجیک زبانه. رسما 60% 25%. ازبک. ازبک زبان 25%. 25% نیست زیاده این هم خیلی میگن. این استاتیستیک دروغ میتونن. بعد یکمش که باید هم تاجیکستان تاجیک نما تاجیک قتل که است همه توی اون میره در افغانستان طرف تاجیک میگیرن در حیاتش نمیگیرن ملتش باید تاجیک نیستن و اون اگر هم از روی وطن داخلی وطن یکم که فهمیده باشد در ایرپورت کلوب چند تا سمالیاتی باشیش همین از روزه ترکیه بله کنی همینه گاب زنن کنی باشن گاب زنن چند تا برای چیشیش برای کدام سمالیت رفته پنچه را بامبیت کردن میدونن هندوستان میگن این هندوستانی نه پاکستان گفتن پاکستانی ولی در ایرپورت کلوب بودن این اگر هم مردمی توجیک بداند یعنی به گفت شما پهپادهای ترکیه از تاجیکستان گپا گوش کنه شوق بای گپا گوش کنه اگر هم مردمی تاجیکستان بفهمه بدونه 10 سال شد امام رحمان قطعی دمادش قطعی ظاهری دمادش قطعی طالبان دادگیری داره 10 سال شد همه زخمی های طالبان در تاجیکستان بای میکنند چینی میکنند آفیس دارند در تاجیکستان در قزاقستان در روسیه هیچ محل بای قطعی طالبان و یا دادگیری دارند اینا دانسته مونید اینا فراموش نکنید هیچ محل فراموش نکنید اینا یعنی به فکر شما امام علی رحمان میتواند مردم پنجشیر رو بمباران کنه اگر فرصت داشته باشند اما دستگیری نمیکنند این 200% ما باوری دارم وای کی وای میخواد دور میشنه کدا است این کارشه وای یگان توجیک نمیخواد یگان توجیک با هم توجیک میبرن ای وای دیفو میکنن تا आवाज پرت که ملت شکای بله تشکر به شما برادر همین توجیهات به ناموسی ما میبرن ای وای دیفو میکنن او بر پدر تو نانات شما आवाज پرت که هم کیه توجیک برای این ملتچگی نیونه که نه سامون دیل پرت اینو کی بدانشه فهم کی بدانشه ما سال 86 ما وای خونه‌اش رفتیم دو بار 87 ما میدونم وای کیه چیه فهمیده است باشه باید گوش کنه من 65 سال دارم من از سال 80 من در روسیه ام یک سال 86 رفتیم دو بار خونه‌اش رفتیم ما تشکر به شما برادر سلامت باشید کمتر وقتمون هم تنگ است اینجا خیلی نفران بسیار هستند مادر جبریل گپ زنید السلام علیکم برادر شوکت شنیده استاد این اولا که میخواستم از همه برادران که اشتراک میکنن همین طرز گپ زدنشون نقص نگاه کرده رعایت کنن خاص طرفداران رژیم حاضره هیچ توقع کرده نمیشود اما ما مسئولیت دارد هر یک تا شما که نقص گپ زنید چون که زنها هستن به خاطر همین شوهر منم مثلا نمیخواهند که من برنامه به اشتراک کنم چون گپ های قبیح که بسیار هست میگن اینجا جای مردها با از همین فرصت استفاده میخوام برم و همین زنها رو هم دعوت میکنم که بسیارتر اشتراک کنن میدونم مسائل سیاسی هست بعضا اما به هر حال اینجا برادر زونتیکوف گفتن که طالبان‌ها در راه حقن من برای همین خواستم یک چی گویم اگر همین خودی نماینده های همین ایالات متحده امریکا خودشون قبول کردن که همونا ساخته همونا هستن یعنی طالبانا پرفینانسیرовані شدگان امریکانسا کتیش رو به همو پروتیف شوروی دور شوروی با جنگن این همه میدونن اینجا پنهانی نیست اینجا جای اسلامی هم نیست این همش بازی های سیاست برای همین از طالبان ها یک مبارز دین اسلام تراشیدن این در خودی همین دین اسلام یک ظلم کردن است چون که میگن آن طالبان ها 20 سال باز امریکان ها کتی جنگ کردن امریکان ها نتونستن برانشونن
мардуми хуб, агар американцо мехостанд дар ҳамин муддати 6 моҳ ҳамин толибаноя ба замин яксон мекарданд, лекин барои ваё баҳона дар кор буд то ҳамин 20 сари сол буданашона бояд оправдать кунанд. Оправданияшон ҳамин в кавичках мубориза бо толибанҳо. ин толибанҳо ҳеҷ кас зидашон ҷангидагиам нест, бошадам ба ном. ино ҳозир ҳамчун инструмент дасти американцова буданд, ҳозир инструмент шуданд дасти покистониёва. ба хотири ҳамин агар шумо хоҳед ки беҳтар сиёсати америкая шуносед, ман барои шумо рекомендовать мекунам китобҳои Наом Хомский, як профессор ҳаст ҳамин амрикоӣ, дар бораи сиёсати Изроил бо Омрико, толибано бо Омрико, Эрон бо Омрико, ҳамаша нағзака мефаҳмонаду тавзеҳ метиҳад. Америка агар дар ягон давлат мехост ки дар асл демократия биёрад, армия созад, ҳукумат созад, структураи юриспруденсия созад, агар мекард дар Ироқ, дар Афғонистон, ҳамун наёмни солдатое ки ҷурма анҷом метиҳанд, дар ҳамун давлат суд мешуданд. бовар мекард ҳамун адвокатоба, ҳамун судиҳоба, ҳамун ваёба, ҳамунҷа ба судашона мекард. лекин ин хел нест ку ҳамун наёмни солдатҳо агар ягон ҷурма кунанд, роӣ мекунанд обратно Америка ва ашёти налогоплательщикои американцо ба ваёя якоби судид мекунанд. ин ҳамаш ҳаминда як мегӯям ку замкнутый круг шудагӣ. барои ҳамин толибанҳо ақида доранд ана ҳама бояд мусалмон бошем, бо рафта рафта ана бояд ҳама аҳли суннат бошем, бо рафта рафта бо як ақидаи ҳамин майдачая интихоб мекунанд. шиа намешавад, исмоилӣ намешавад, ин мазҳаб намешавад. дар ҳоле ки дар давоми 600 соли Усманская империя мусалмоно буданд ки нишон доданд ки ҳар дину ҳар мазҳаб метавонад бо ҳамдигар зиндагӣ кунад. и ба ҳамдигар зиду бадалам надошта бошад. европейцо омада аз ҳукуматҳои исломӣ ҳамина ёд гирифтанд, чунки дар ҳамн худи Европа протестанту католику ино ҷанг мекарданд. ман воқеан бубахшед хоҳари азиз, ҳамин ҷо аз гуфтаҳои шумо илҳомам омад. ман тақрибан 2 сол дар Истамбул зиндагӣ кардам. бубинед ҳукумати Туркия то 100 соли пеш империяи Усмонӣ, хилофати Усмонӣ ва ҳоло бошад ҳукумати Туркия ҳамин биноҳои ҳазорсолаи масалан гирем динҳои дигарро, динҳои ғайрро, масалан гирем церкв мегӯем ёки калисо мегӯем ва ҳоказоҳоро дар як ҳолати аҳсан нигоҳибин мекунанд. ҳамон суратҳои масалан гирем кашидаи ҳазрати Исо, ҳазрати Марьям дар дасташ масалан гирем кӯдак ва ҳоказоҳо ҳамин чӣ хеле буд, ҳамин хел истодааст, нигоҳубин мекунанд ва ҳамин хел нигоҳубин мекунанд ки хокаш нарезад, фарсуда нашавад, ҳатто болохояшро ки аз таъсири афтоб эмин бошад мепӯшанд. ҳамин хел нигоҳубин карда истоданд, ҳамчун як мероси тарихӣ. дуруст ман ҳаминҷо як чиз мегӯям. мо бо як нафаре ки дар ҳукумати Туркия дар раъси ҳукумати Туркия кор мекард, яъне узви ҳамин ҳукумати Туркия буд, ман номашро намегирам, шояд барояш мушкиле эҷод шавад. дар он вақт ҳамсӯҳбат шуда будем ва ӯ гуфта буд ки ман айни ҳол форсӣ омӯхта истодам. пурсидем барои чӣ? гуфт ки барои он ки як вақтҳо забони давлатии ҳукумати Усмонӣ, яъне империяи Усмонӣ, хилофати Усмонӣ забони форсӣ будааст ва чанде аз архивҳои мо бо забони форсӣ архив шудаанд. ва мо ин архивҳоро биомӯзем. барои ҳамин ман кам забони форсӣ омӯхта истодам. ва худи дар ҳамин Истамбул ҳам чандин мавзеъҳое ҳаст ки 100% бо забони тоҷик аст. масалан агар дар Истамбул бошед, мисол Гулхона, як
جای استانبول گلخانه است. گلخانه 100% تاجیکی است و برای چی آنها زبان تاجیکی یک زمانه زبان دولتی عثمانی خلافت عثمانی شده است. حالا که این خلافت ترکی بود و در از روی دین مبین اسلام کار میکرد، میتونست عربی باشد یا ترکی باشد. چرا فارسی شده است؟ برای چی؟ همینجا خواهر عزیز میبخشید من الهام اومد، خیلی خوب سخنرانی کردید. حالا اینها پشتون هستند، تاجیکان را نابود کردنی هستند و هاکازاها چقدر داد و فریادها شده است. ببینید اون زمان زبان فرهنگ، زبان معارف، زبان علم، زبان دانش، زبان تاجیکی بود و همگان مجبور بودند که با زبان علم، فرهنگ و دانش صحبت کرده توانند، وگرنه صاحب علم، فرهنگ، دانش شده نمیتوانستند. انا برای همین هم حالا ببینید امروزها در جهان زبان علم، فرهنگ، دانش این همه زبان انگلیسی شده است. بله و همگان مثلا وقتی که یک دانشجوی تاجیک به اروپا سفر میکند، به امریکا سفر میکند، به انگلیس، به کانادا سفر میکند، او مجبور است که زبان انگلیسی را بیاموزد، چون که این حال زبان انگلیسی زبان علم و فرهنگ و دانش است. و اگر امروز ما حالا این امام علی رحمان تماما به معارف، به فرهنگ اهمیت نمیدهد، حتی حکومتداران ما به زبان تاجیکی حرف گفته نمیتوانند، حتی دانشمندان ما نمیتوانند با زبان تاجیکی گپ زنند، با زبانهای کوچکی، با شیوه های کوچکی گپ میزنند. اگر ما به علم و فرهنگ و معرفت، به علم و دانش اگر اهمیت جدی دهیم، همگان مجبور میشوند بیایند از شخصانی با علم، با فرهنگ و با معرفت درس بیاموزند و این زبان ما دیگر حد و حدود را، سرحد را دیگر نمیشناسد. چه خیلی که زبان انگلیسی است، یک زبان فارسی ان همین خیلی مثل زبان انگلیسی زبان علم، فرهنگ و دانش بود. برای همین ما از آن که این تاجیک نیست، از پشتون تاجیک را نیست میکند، ضد تاجیک مبارزه برده ایستاده است، بجای این سفسطه ها ما باید به علم، دانش، فرهنگ اهمیت. اگر یک پروفسور، یک دکتر علم یا که نامزد علم و هاکازاها هنر خود را در جامعه بین المللی همچون دانشمند نشان داد، همچون دانشمند، همگان مجبور میشوند که از اختراع او بشنوند، به زبان او اختراع او را آموزند و هاکازا مثل همین. برای همین هم ما امروز علم، دانش، فرهنگ را درجهش را بلند برداشتنمون لازم است. به این اهمیت جدی دادنمون در کار است. حالا ببینید در تاجیکستان، حالا بودجه را تقسیم کردنش را ببینید، معارف در سطح اول نمی ایستد. وقتی که معارف در سطح اول نمی ایستد، چگونه ما پیش می رویم؟ چگونه زبان ما مثلا گریم جهانی می شود؟ حالا درباره جهانی شوی خیلی گپ رفته ایستاده است. ما جهانی نمی شویم. ببینید در تاجیکستان زبان دو تا است، زبان معاشرت و زبان صحبت. زبان معاشرت ما زبان کوچکی شده است. اکثریت برنامه های تلویزیونی تماشا کرده شوند، کوشش میکنند زبان روسی، برنامه های روسی را تماشا کنند یا که برنامه های دیگر را تماشا کنند، چون که صحبت با زبان کوچکی عادت کردند، زبان ادبی تاجیکی را نمیدانند. بین زبان ادبی تاجیکی، بین زبان ناب تاجیکی و بین زبان کوچکی فاصله ایجاد شده است. و این مسئول کی است؟ مسئول حکومت تاجیکستان است. چرا؟ حتی برای اینکه حتی نمیتواند از آنهایی که صاحب منصب هستند طلب کند که اقلا زبان تاجیکی را آموزند. برای همین این ترسیدن های ما که پشتون در افغانستان سر قدرت آمد، تاجیک‌ها را نیست میکند و تاجیک‌ها را سرکوب میکند و هاکازاها، یک ترسیدن ضعیفانه است. ما از همین بیدانشی خود، از کم سواد شدن های خود ترسیده شدیم، نه اینکه از دست پشتون ها از بین رفتن.
تشکر به شما برادر. بله بخشش اکای شوکت محمد، این همین آخر سخنم همین بود که بعضی برادرها اومده یگان عقیده خودشان رو میخوان بیان کنن. بله. همین خود همین جنبش حرکت شما من همیشه میفهمم که نه وابسته تو کدام ملتی، نه وابسته تو کدام عقیده داری، تو بله. میخوای یک جامعه دای باشی و کاری حلال کنی و حق مزد حلالت گیری. مثلا من میرم پیش دوزنده و چی عقیده داره، شیعه می، سنی می، خریسیان که جهود، اگر دوزندگیشان نقص کند من همون لباس پوشم، من پولش اتیم، من روزی دکتر بروم، من باید مطمئن باشم و ورنی باشم که همون دکتر دانش دارد، من به دین مذهب ملتش کار ندارم. نمیشه تاجیکستان سازی که طاقه تاجیکو باشد، معنا نمیتید. تاجیکستان باید باشد که هر یک شهروندش نه وابسته از مذهب و دین و ملتش خودش امن داند و حق حلالش به همون موزدش گیرد. مردم عادی همین میخواهند. من همین میخواستم گفتن. شرط مثلا باید حکومت رو تشکیل کرد که نوبسته از ملت، نوبسته از نجات، نوبسته از پوست، رنگ پوست و زبان و هاکذاها در اونجا دین مذهب و هاکذاها در اونجا خودش را در پیشرفت ملت، در پیشرفت وطن، در پیشرفت همین وطنش خودش را سهمگذار داند. وقتی که ما در تاجیکستان ملتچگی میکنیم، زبان تاجیکی میگوییم، نه زبان تاجیکی اینقدر از این دعواهای پوچمان پیش رفت، نه اقلیت های دیگر خودشون رو برای پیشرفت تاجیکستان مسئول شریک دانستند. یک وقتی که تاجیکی گفتم میگیری و این را در اولویت قرار میدی، اقلیت های دیگر خودشون رو در وطن خودشون بیگانه حس میکنند. این رو هم باید به این نوبت گرفت. ما باید وطنی بسازیم که دولتی بسازیم که در آن هیچ کس خودش رو بیگانه حس نکند، خواه از جهت مذهبی دینی، خواه از جهت زبانی، خواه از باورهای دیگر و هاکذاها، باید همه در پیشرفت ملت خودش رو شریک داند. ما باید این گونه حکومت بسازیم. حالا تماشابینان عزیز، بعد از برنامه ما در شبکه یوتیوبی ازدا تیوی و شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی برنامه سوال روز آغاز می شود. من از آنها برای خاطر آن که شما را نرنجانم چند نفر وارد شده هستین، 15 دقیقه فرصت پرسیدم. خواهش میکنم چند نفری که اینجا وارد شده هستید به شما ظلم نشود، هر یکیتون حرفای خودتون را بگویید و ما برنامه را جنبست بکنیم. حالا حق را بگویید، هر نفر 2 دقیقگی. صدای من هست با شوقا. همینجا کسانی که هستید دیده ایستادید به همتون من سخن میدیم، حق را باید گفت، گپ زنید. صدایم هست؟ هست صدایتون. من گفتنیم که به برادران افغان یاری خود را رساند پیشوای ملت نامحترم، افغان ها را دستگیر کنه، برادرای تاجیک را، آنها خار و زار و خار و ذلیل نگردند و این برادران مخالف را گفتنی همین برادران مهاجر را که فقط به پیش. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر. پوتنیک بفرمایید. پوتنیک بفرمایید. مهاجر بفرمایید. مهاجر هست؟ مهاجر آوازم هست؟ صدایتون هست، بفرمایید. ملت بخزن، نترسنه و نه روبرایی و بودم نیستن و بخزن. خوابه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. دیروز همه از طرف جبهه مقاومت پنجشیر 3 عملیات واجه را نشان دادن که طالبان را بمباران دادن و ها گفتن که اینو از یاری امام علی رحمان است. در این چی گفتنی هستی شما؟ من باور ندارم برادر عزیز.
نشان دادن و خودشون نگرفتن با جای همین کی نشیدن گفتن که نشان میتونن در رولک ویدیو رولک که همه سه سمالیت جنگی نامعلوم چی شوید اینترنت شوید و دارایی نظامی تاجیکستان را ببینید. شیرین نر بفرمایید. شیرین نر هستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من یک سوال دارم شما. بفرمایید. مثال اگر شما پرزیدنت بودید یا محیدین کبیری یا صدرالدین چیه، اگر شما پرزیدنت بودید اگر آمد طالبا تاجیکستان رو گرفت شما امیخه میگرفتید یا دکنسه جنگ میکردید؟ برادر عزیز حالا این مثال بر وقت است برای چی؟ برای اینکه طالبان حالا گفته ایستادند که مرز رو عبور نمیکنند به این گپشان ایستاده اند 20 سال در جنگ کردند لیکن به سوی مرزها چشم علو نکردند. اما قرقیزستان رو ببینید که چند همه روزه چشم علو کرده ایستاده است. مناسبت حکومت جمهوری تاجیکستان با قرقیزستان چگونه است؟ ما در حالا درباره آنهایی که به خاک تاجیکستان چشم علو کرده ایستادند درباره آنها گپ زنیم خوبتر است و وقتی که طالبان چشم علو کردن در اون وقت ان شاء الله گپ بزنیم. مالش برادر پیشوا شیر نار اگر شما میبودن که پرداتل میگرفتید دافش شفقت دافش که کریسر دافکه زونتک بفرمایید. من مادر جبرائیل بود عزرائیل والله اعلم انتهی بود گفتن که امریکا گفتن اگر بخواست گفتن طالبان رو در خاک یکسان میکردن اصلا من در اینجا اشتباه خیلی زیاد وارد کردن که این خداوند در اینجا نمیمونه که کافرات مجاهدان رو در خاک یکسان کنن. این چی بود است که این دولت چی بود است که این خواهر ما توصیه میکنیم که تاریخ پیامبر یا تاریخ پیغمبران یعنی تاریخ موسی علیه السلام مثلا فرعون با آموزد بعد تاریخ ابراهیم علیه السلام با آموزد با نمرود اینا رو با آموزد که خداوند چه خیلی با پادشاه های خیلی بگیم از همه کلان قدرتمندان خداوند چه خیلی نابود کردن. این امریکا کی بود است که امروز طالبان به خاک یکسان میکردن. این خیلی اشتباهی کلان ما توصیه میکنیم که این اقوامانا خیلی دینشان تغییر بدن ایمانشان کامل کنن که این مجاهدان هیچگاه بر ضد مسلمان ها نجنگیدن. اینا را باید خوش رو خیلی کنن. شما برادر عزیز سلامت باشید. این خواهری که گپ زدن من به این باورم که خیلی کتاب خونده تحصیل دیده هستن از گپ‌هایشان معلوم است نفری هستن که خیلی مطالعه میکنند از گپ‌هایشان معلوم بود برادر عزیز. برای همین حالا درباره درست است توصیه شما قبول است و هر نفری که به مطالعه به خواندن دعوت میکنیم این کار بسیار خوب است. اما بیایید همدیگر رو ملامت نکنیم و اندیشه شما را احترام داریم و اندیشه خواهر را هم باید احترام کرد. شاید یکان دلیل‌های دیگری داشته باشند. حالا کولات بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام. نگهبانت باشه. نباشه. همین چوپلوس یاز گپ زد برای چی؟ همین رحمان فنابود کردیم این طالبان با ما کار نداره. ما یک طالب همین رحمان نابود چید کو ان شاء الله که تاجیکستان آباد میشود. همین روز ما کنسرت پریامو تماشا کردم وگایره خریطه را نشان داد که شوکت دیدی چه خیلی کردن. اوجه بریدگی معلوم کرد نشان داد که کم شید. اوجه خودش نشان داد به خلقش. همین خریطه را یک بار ماتت کم سه بچه ماتت کم خریطه یک پاره نیست. همون سینما را فروخت. اوه کلوله شده کلوله او دیگه خیلی دچی این کلوله. همین خداوند نگهبانت باشه در امان خداوند. رحمان استعفا را پناهت به خدا. تماشاگران عزیز گرامی هر آغازی را انجام است و طبیعی است که برنامه ما هم انجام خود را دارد و ما در
حالت به انجام رسانی برنامه امروزه هستیم و من یک دو سه جمله گفتنی دارم با همین برنامه را جنبست میکنیم برادر و خواهران عزیز تماشاگران گرامی. حالا ببینید ما درباره استقلالیت گپ زدیم، درباره حکومت همشمول گپ زدیم، درباره چند طلب‌های از امام علی رحمان گپ زدیم. بیایید جامعه شهروندی، ضیائیان، فعالان کشور، نخبگان ملت، حالا ببینید ما از امام علی رحمان چیزی را طلب کرده ایستادیم که آن را در آن طرف آمو انجام دهد، به خاطر آن طرف آمو انجام دهد، به خاطر افغانستان. به خاطر چی؟ به خاطر آن که ما از شرایط حاضره تاجیکستان چنان بخبر موندیم که فکرمان این است که شرایط تاجیکستان از شرایط افغانستان خوبتر است. همه جهته خطا میکنیم. شرایط تاجیکستان از شرایط افغانستان بدتر است. حالا ببینید در همین حالت آزادی بیان، در آموختن چگونگی آزادی بیان، مبارزه بردن به خاطر آزادی، مبارزه بردن به خاطر عدالت، همه این را ما باید حالا از مردم افغانستان بیاموزیم. همه این در تاجیکستان سرکوب است، در حالت نگرانی قرار دارد. ما خودمون رو ماندیم، هوش آدمان با آن سوی آمو رفته است. از این میبراید ما نسبت خودمان نهایت بی‌پروا شده ایم. حالا ببینید تماشابینان عزیز، شاید ایده از شما به این حرفای من نارضا باشید. اگر ما امروز در این طرف دریای آمو ملت صاحب کرامت می بودیم، ملت آزاد می بودیم، ملت می بودیم که حکومت ما، دولت می بودیم که حکومت ما عدالت را رعایت میکرد، مردم سربلندانه زندگی میکرد، در آن طرف آمو هیچ کس یگان قوه، یگان حرکت به خودش حق نمیداد که به هم ملتان ما ضرر برساند. چون که میدانست که در این طرف دریا یک کشور وجود دارد که در آن کشور کرامت انسانی رعایت می شود، در این کشور آزادی است، عدالت است و حتما مردم این کشور برای آزادی عدالت هم ملتانش سر بالا خواهد کرد. چون این را نداریم، فقط هیاهوی زبانی داریم و چون این را همگان میدانند که حالا ما هیاهو کردیم، یگان نفر به در سفارت پاکستان در تاجیکستان نرفت، به کشورهای دیگر نرفت، به سازمان ملل متحد نشد، فقط با اظهارات های همون جامعه شهروندی، فعالان جامعه شهروندی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک با همین هیاهوها اکتفا کرده ایستادیم. از دستمون آمدگی چیز همین است. همین را در آن طرف عموم میدانند. برای همین، برای آن که ما کمکمان واقعا بدون هیاهو، واقعا عملا به همملتمان و همسایگانمان برسد، ما باید درباره سربلندی خود فکر کنیم. نجات یافتن از سرکوبی باید، از سرکوب شدن ها باید فکر کنیم. از سرگردانی، دربدری، پراکندگی نجات یافتن را باید فکرش را کنیم. در حالت سرسانی، سرگردانی، پراکندگی و سرخمی ما دیگران اون طرف است، به خودمان کمکمون نمیرسد. برای همین وقتی آن رسیده که ما باید در این باره اندیشه کنیم. درست است چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. بنی چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درست است همه سوخته ایستاده ایم، لیکن چنان بیچاره‌ایم که از دستمان هیچی نمی بیاید. باید به ما درس شود، از این بیچارگی نجات یابیم. این به ما باید درس شود. همین سوختن هایی که فقط میسوزی، دل جگرت میسوزد ولی از دستت هیچ چیز نمی بیاید، چنان بیچاره هستی، همین بیچارگی را باید برای رفع کردن کوشش کرده باشیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه